به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان. سلام و درود بی پایان به یکایک شما هموطنان، دوستداران برنامه‌های شبکه یوتیوبی پیام تیوی، برنامه‌های شبکه تلویزیونی ماهواره پیام. خوش آمدید به این صحبت امروزه ما. البته صحبت امروزه ما صحبت یکایک شماست، چون که هر یک شهروند تاجیکستان که فرصت می‌یابد میتواند در برنامه ما شرکت کند و حرفهای گفتنی خود را بگوید. تماشابینان عزیز، امروز هم ما درباره بدخشان صحبت میکنیم. امروز هم درباره وحشت پراکنی های حکومت کشور، رژیم تاجیکستان در بدخشان صحبت میکنیم. امروز ها چنانه که یکایک شما توسط رسانه های چه داخلی و چه خارجی و چه از شبکه های اجتماعی با خبر هستید، وضعیت در بدخشان دارد تا به رفت متشنج‌تر می شود، تا به رفت وقت‌تر می شود. وحشت پراکنی مقامات تا رفت زیادتر می شود، تا رفت مادران تاجیک وحشت زده می شوند در بدخشان و امروزها آگاهی می گیرند که به کوچه ها نبرایید. از هر یک نفر مردان امضا می گیرند که به کوچه نبرایند. یعنی ساعت‌های کمندنتی بدون اعلان ساعت کمندنتی، این خاراکتری ساعت کمندنتی یا وقتی کمندنتی الکی در خاروغ پیاده شده ایستاده است. یک به یک به خانه های مردم در آمده ایستاده، مردم را ترس داده ایستادند. به کوچه نمیبرایید و هم ضد محمد باقر صحبت میکنید، او را تنقید میکنید و هاکذاهای دیگر. حالا چند نفری که بازداشت کرده از روسیه بردند، آنها هم به گپ در آورده ایستاده اند و آنها را مجبور کرده ایستاده اند که علیه محمد باقر صحبت کنند. آنهایی که پیش از بازداشت در این باره حرف گفتنی نبودند، حرف گفته نبودند، آنها را بازداشت میکنند، میگیرند از روسیه میبرند، چه شکنجه میکنند، چه دوره میتیند که آنها به باوری کامل میتونم گفته شاید خبر باشم. انا تماشابینان عزیز، ما امروز در این باره صحبت میکنیم. در این صحبت میخوام یک شما شرکت کنید. حالا خبرها خیلی زیاد هستند، خبرها خیلی زیاد هستند. در بدخشان وضعیت دارد متشنج‌تر می شود. طبق بعضی از خبرها خودی رمضان رحیمزاده وزیر وزارت کارهای داخلی کشور در بدخشان است. الکی رسمی ماشین او را هم فرستادند که ماشینش در بدخشان است. شاید یکی از کارمندان معاونانش باشد یا شاید خودش باشد، اما رادیوی آزادی خبر داد که خودی وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده در بدخشان است. نمیدونم وزیر در بدخشان چه علف میخورده باشد، چی گم کرده باشد در بدخشان. در بین مردم آسایشته آنها چی دیده باشند، در بین مردم آسایشته آنها چی گم کرده باشند، چی پیدا کردن میخواسته باشند، اینش انیق نیست. اما از روی برخورد آنها با مردم، از روی تلاششان دیده می شود که یک نیت شوم، یک قصد شوم از جانب رژیم وجود دارد که میخواهند در بدخشان پیاده کنند. به این باوری روز از روز بیش از پیش زیاد شده ایستاده است که واقعا مقامات خودش را چنان نشان داده ایستاده است که میخواهد در بدخشان یک برنامه شومی پیشکی آماده کرده اش را پیاده کند. این هم باشد سرکوب کردن مردم بدخشان، این هم باشد در
پیش از همه گبروا کردن مردم بدخشان، یعنی در تاجیکستان که کشور دموکراتی و حقوق بنیاد می شود، مقامات طاقت این را ندارد که اندیشه های دیگر شنیده شود. مقامات طاقت این را ندارد که اندیشه های گوناگون در این جامعه باشد. یعنی هر یک شهروند حقوق طلب قانونی خود را داشتگی باشد. با جنایتکاری کی حق دارد؟ حکومت. با دزدی کی حق دارد؟ همین رژیم، همین تیم کمانده امام علی الرحمن. به غارت مالکیت مردم، به غارت مالکیت دولتی کی حق دارد؟ همین رژیم، همین امام علی الرحمن با کماندهش. به ثروت‌های مادی و معنوی و ثروت‌های زیرزمینی کشور کی حق دارد؟ رحمان با اهل خانواده‌اش، یک کمتر پسمانده‌هایش با تیمش، با کمانده‌اش. فقط همین ها حق دارند. دیگه این 10 میلیون اهالی کشور غلامان اینها هستند. اینها همین خیلی میپندارند. مگر غلام حق آزاد صحبت کردن دارد؟ اینها همین خیلی میپندارند. مگر غلام حق آزاد گپ زدن دارد؟ غلام حق آزادانه از حق خود طلب کردن دارد؟ این حق رو آخر غلام ندارد. جیم سرش خم، دستش پیش بر باشد. اینها وقتی از جانب یک نفر صدای بلند شنیده شد، غششان می آید. غششان می آید. وقتی یک نفر از حقوق خود گپ زد، قهرشان می بیاید، غضبشان می بیاید. فکر میکنن نخود غلام از حق خود طلب میکنه. وای شکرانه کنید. حالا نکشتمتون. شکرانه کنید. چند نفرت پشت پنجره زندان رفتگی هستی، با مبادا تقدیر آنها بالای سرتون نبیاید. وای شکرانه کن که سرت تینج است. شکرانه کن. انا همین افعال. از کیها شکرانه کردن طلب کرده می شود؟ از مردم آزاد. مردم آزاد تا آخرین قله آزادیش به هیچ کس شکر نمی کند، بجز به خودش تشکر، به هیچ کس تشکر کردنی نیست. مردم آزاد، مردم آزاد، خلق آزاد به خودش تشکر می کند که حقش را رویانیده توانسته ایستاده است. به خودش تشکر می کند. کسانی که شرایط آزادی، حقوق بنیادی، مردم سالاری را به میان میبیارند، آنها وظیفه اشان را اجرا میکنند. یعنی خدمتگار هستند، خادم خلق هستند. فرض کردیم حالا ببینید این پرزیدنت تاجیکستان به خودش پیشوای کمچی بلاهای چسبانده است. این خدمتگار رقمی یک کشور است. یعنی سروری خادم های کشور، سروری ملت نیست. دروغ است این گپ. این گونه فهمش در جامعه دموکراتی وجود ندارد. این سروری خادمان کشور، سروری خادمان کشور که خادمان مردم کشور که به مردم خدمت میکنند، راه های خدمت گذاری به مردم را رهبر کوری روایت میکند، بجا میبیارد. این سروری ملت نیست، سروری مردم نیست. خادم رقمی یکی کشور است. خدمت رئیس خدمتگارهای مردم بین سرور دولت و بین خدمتگار رقمی یک فرق گذاشتن در کار. هیچی سرور نیست. با ما سرورم در کار نیست، پیشوایان در کار نیست. خدمت چه کند کرد، خدمت چه کردن نتونست انتخابات برگزار میکنیم، خدمتگار دیگر انتخاب میکنیم.
کسی رو انتخاب میکنیم که از عهده خدمتگاری براید. کسی رو انتخاب میکنیم که او خودش را همچون خدمتگار مردم داند، نه پیشوا، نه سرور. از این زیاد خودش را بالا نگیرد. از همین خدمتگار بودن خودش را بالا نگیرد. به خودش حق ندهد که از این زیاد باشد و خودش را بالاتر داند. حالا ببینید، یک نفر را بازداشت میکند، یک نفری آزاد کار کرده گشتگی را بازداشت میکند، میبرد به تاجیکستان، چنان شکنجه میکند، عذابش میدهد که همه گپ گفتن راضی میشود. ببینید این امرالدین علوتشاهیف رو به چه باشم. اولیدار و صاحب 2 فرزند هستم. سال 1985 تا سال 1995 در مکتب نمر 26 نویر روشخلا خوندم. معلومات عالی دارم. سال 1996 به دانشکده دولتی تربیت جسمانی در شهر دوشنبه داخل شده. سال 2000 آن را ختم کردم. سال 2008 برای جنایت ابوشی 2 سال از آزادی محروم شدم. بعد با آزادی برآمدن به روسیه رفتم. سال 2014 به روشخلا برگشتم. تالار ورزشی کشیدم. تا سال 2018 شاگردان را مشق می‌دادم. من بسیار فکر میکنم. در محکمه وقت زیاد فکر کردنم دارم. از خود میپرسم که چرا حیات من این خیل شد. من بسیار امکانات زیاد داشتم که انسان نمونوی شوم. معلومات عالی گرفتم، ورزشگر بودم و با همین کسب مشغول بودم. شاگردان را تربیت میکردم. لیکن این خیل نشد. همین محیط جنایتی در روشخلای و خورو، چند جنایتکاری که در حیاتشون یگان کار نیک نکردن، دست کسی را نگرفتن، به من تاثیر کرد و من افکاریت جنایتی شدن را از استاد ورزشی بودن بالا دانستم. سال 2018 در شهر خورو میتینگ شد. من همچون روبر گروه جوانان گمراه روشخلا را جمع کرده به خورو رفتیم. در آنجا به ترتیبی کردیم. بنای حکومت ولایت را با زوری اشغال کردیم. در و تریزه، کامپیوتر و دیگر تجهیزات اداره را شکستیم. پیشتر رئیس ولایت شادخان جمشید را تحقیر کردیم. سخنان بد زدیم. با همان شب طالب، منور، یادگار، مطلب، قناعت بود. برای چه شما امروز خاموشید؟ ما در حقیقت همین جنایت را کردیم. پس در نزد قانون جواب دادن در کار است. ما را با همراهی طالب، یادگار، باخر و خرسند منور به پراتور ولایتی دعوت کردند. در آنجا زبان خط دادیم.
امضا کردیم که دیگر دست به جنایت نمیزنیم. بعد این من باز به روسیه رفتم، ولی عروضه از طالب ایومبیکوف و زیوبیکوف گلبدین وضعیت را در خورو روشخلا می پرسیدم. ماه فوریه سال 2020 زیوبیکوف گلبدین به من زنگ زده گفت که یک دختر نویره، نامش را هم نمیدانم، با یک کارمند پروکراتور نوی روشخلا گپ می زده است. گلبدین بچه تقویم است. من به گلبدین گفتم که همان کارمند پروکراتور را راست وای که بودنم نمیدانم قپید و به زوری مجبور کنید که خود را گناهکار گوید و او را به نوار گیرید و به تلفن به من پرتوید. بعد گلبدین نوار را به واسطه تلفن به من روان کرد. تماشا کردم، دیدم پروکراتور از ترس و شکنجه خود را گناهکار دانست. ما از این کارمون خرسند شدیم و آنها برای زبون کوتاه و شرمنده کردن مقامات حزب حقوق ولایت نوار را در اینترنت پرتافتند. پس از چند روز گلبدین زنگ زده گفت که نسبت او و چند نفر این امرالدین علواتشویف نهایت دور و دراز صحبت میکند، محمد باقر نصیحت میکند، چند گناه تا مرده لنین به گردن میگیرد. این خیلی صحبت از زیاد است. همین حادثه های بدخشان به همین ها ربط دارد، همش را به گردن میگیرد، به عهده میگیرد. تمام این به چی خاطر است؟ اینجا ببینید به اندیشه ما همه گپ در همون نشست مطبوعاتی است. بسوادی شاعر دراماتورگ تاجیک نیهانی نقصکر فهمانه رمضان رحیمزاده در نشست مطبوعاتیش گفته های یوسف رحمان پروکورور گنرالی تاجیکستان را تکذیب کرد. یوسف رحمان گفت که میگن که صدا نیست. کسانی که در برنامه هستید در چت یوتیوب لطفا نویسید که صدای ما رفته ایستاده است یا نه. میگن صدا هست. تشکر به یکویک شما. ببینید از همون نشست مطبوعاتی سر شد. چی خیل وقتی که یوسف رحمان گفت که در روسیه بازداشت شد، از روسیه استرداد کردن و به تاجیکستان وقتی که اومد ما رو بازداشت کردیم. رمضان رحیمزاده اما چی گفت؟ گفت که خودش به پای خودش آمد، ما او رو بازداشت کردیم. یعنی ما او رو استرداد نشدگی بود که چی نشدگی بود، خودش به پای خودش به تاجیکستان آمد، ما او رو بازداشت کردیم. بله، برای اینکه از 2018 به بعد او در کوفتکوف جنایی قرار داشت. بسیار خوب. او در کوفتکوف جنایی قرار داشته است. بسیار خوب. چرا شما 2 سال باز گرنگ بودید؟ این یک. دویم، اینجا شما میخواهید که همون گفته رمضان رحیمزاده را با زبان خودی امرالدین علواتشویف یعنی تصدیق کنید. در هر دو حالت رمضان رحیمزاده درست میگوید، یوسف رحمان دروغ. اینجا بین دو نهاد دولتی، دو نهاد قدرتی کشور یعنی تناقض به میان میگوید در گفته هایشان، در گپ هایشان. اما هر دو هم شخصان مسئول کمانده امام علی رحمان هستند. اینش دروغ گوید چی، اینش دروغ گوید چی، اینش راست گوید چی، اینش راست گوید چی. هر دوشم نوکری امام علی رحمان است. هر دوشم نوکر است، نوکری امام علی رحمان، کمانده هستند، تیم هستند. حالا کارت در دست رمضان رحیمزاده راست خودش رفته است. به فکرم از همین دوشنبه کی رو گرفته بردگی هستند به همون امرالدین علواتشویف. حالا به چندی از شاید پریگوارها امرالدین علواتشویف رو اشتراک میکنند، باز نصیحت میکنند، باز چند کار دیگر میکنند. شاید حالا یک روز نیم روز دیگر
او چهارشنبه هم به گپ درآورند. این هم از احتمال دور نیست. انا برای همین حالا این مقامات دست و پایش را گم کرده است. یک مردی تنومند را گرفته است، برآورده است، رنگ فانتماس کرده است، به گپ درآورده است. حالا این چی دارو استعمال کرده است، چیکار کرده است؟ مگر در حالت شکنجه شدن و در داخل زندان گپ زدن این اعتبار حقوقی دارد؟ به اینها اهمیت دادن در کار. سازمان های بین المللی، سازمان های دفاع حقوق بشر باید این را به نوبت بگیرند. این چی گپ است خودش؟ این کاسمتیک کره برآورده‌اند، گپ زنانده‌اند. حالا الهام جان یعقوبوف به ما پیوستند، بدون اینکه وقت ایشان را نگیریم ایشان را میپیوندیم. بفرمایید، خوش آمدید به برنامه. تشکر. السلام علیکم شوکت جان و کلی بینندگان شما. و میخواستم چند جمله حرف خود را بگویم. واقعا در آمد گپ شما یا در آخری جمله شما از این سر کنم درباره اون برادر امریدین، اونی که در تلویزیون بدخشان برآمد کرد. برای من این کارها شناس است و خود من را سال 2015 که سردار کمیته امنیتی دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند و ولایت سوخت بازداشت کردند. با یک اتومبیل خوب بردند به مقامات امنیتی در ولایت سوخت و البته با فشارهای روانی مجبور کردند، چون به حال فشارهای فیزیکی رسیده نبود، به فشارهای روانی مجبور کردند که ضد رهبریت و ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ضد چندین نفر برآمد داشته باشیم و این را با یک طرز با یک شکل آماده میکنند که این یک برنامه مخصوص آنها هست که آن را در نظرش اون نوشته و جمله هایی که آنها میخواهند باید شما آنها را بخوانید، مثل همون سوفلیاری که بعضی ها استفاده میبرند در نظر شما میمونند و شما مجبور هستید که این جمله هایی که آنها میخواهند اون را بخوانید. اگر نخوانید البته اون تمام شکنجه و تهدیدهایی که آنها میتونند و مکتب این را گذاشتند به سر شما خواهد آورد و من 100% باور دارم، 1000% باور دارم که اون برادری بدخشانی ما که در تلویزیون برآمد کرد و تمام گناه را به گردنش گرفت، به شکلی که شما گفتید به محمد باقر و منور و نمیدونم با دههای دیگر نصیحت کرد، گفت که آنها را به جنایت هم گفت که شما جنایتکار هستید، هیچ خدمتی برای مردم ملت نکردید، اگر چند که مردم و ملت میدونند خدمتی آنها را. به هر حال اون نوشتجات کمیته دولتی امنیتی ملی را خوانده است و زیر فشار، زیر تهدید، زیر شکنجه خیلی شدید که تقریبا 1 ماه و بیشتر از این هم این برادر در دست کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بود. اما من میخوام چند حرف دیگر هم داشته باشم و گفته باشم. با شکست دادن چندین نفرهای قهرمانان یا لیدران محلی بدخشان هیچگاه تسلیم نخواهد شد. این را حکومت میداند و باید گفته شود و باز بار دیگر خاطررسان باید کرد که مردم بدخشان تسلیم نخواهد شد و حالا تاجیکستان تسلیم نشده است. ما بعضا این حرفا را هم میگوییم و میاریم که مثلا منطقه سوخت یا زرافشان یا ختلان یا منطقه دیگری تاجیکستان را آنها شکستند. البته با اندیشه من یگان منطقه تاجیکستان شکسته نیست و روز خواهد رسید که آنها به پا خواهند راست شد و ضد این رژیم الکی که عملا سر کرده است و فعلا هم ما دیده ایستادیم ضد این رژیم قاتل مبارزه خواهد کرد. ولی بدخشان از اول تا آخر نشکسته است و شکسته نخواهد شد. چرا من این حرفا رو میگویم؟ ببینید سال 2012
شهید امام نظر رو به شهادت رسانیدند، سبزلی قتل کردند، به شهادت رسانیدند. به معنای آن که فکر کردند که این نفران رو اگر ما شکست دهیم و قتل رو به شهادت رسانیم، بدخشان تسلیم خواهد شد. نگاه کنید، به شهادت رساندن این لیدران محلی بدخشان تسلیم نشد. برعکس نفرهای دیگر هم پیدا شد. گلبدین، توتیشا و ده ها نفر. همین برادری که در تلویزیون برآمد کرد، این یکی از لیدرانی بود که بعد از این حادثه سال 2012 پیدا شد. یعنی که با شکستن یا به شهادت رسانیدن محمد باقر بدخشان تسلیم نخواهد شد. برعکس صدها هزارها دیگر قهرمانان بدخشان، قهرمانان یا همون لیدران محلی پیدا خواهد شد. بدخشان تسلیم نخواهد شد. اینها اصلا چرا امروز حکومت جمهوری تاجیکستان یا تیم رحمانوف میخواهد در بدخشان چنین یک عملیات نظامی برگزار کند؟ با اندیشه من بغیر از آن فرضیه‌ای که همه گفت، شاید این فرضیه هم گفته باشد، چون این فرضیه در اول یا در دوم زینه می‌ایستد. یعنی به سر قدرت رسانیدن میراثبر، به سر قدرت رسانیدن رستم امامعلی است. به خاطر آن است که چون همین بدخشان یک پرابلمی کلان به خود رستم امامعلی خواهد شد. وقتی که قدرت رو به رستم امامعلی خواهد داد و میدهد و رحمانوف با قضای الهی به دوزخ میرود، انشاءالله ما همین امید را دارم که چون این خیلی یک جنایتکار، یک قاتل است، قاتل جایش معلوم است. البته ما کسی رو دوزخی و جنتی نخواهیم گفت، ولی با اون عملهایش ما تقریبا همین لفظ رو، همین حرف رو هم استفاده خواهیم بود. وقتی که رحمانوف از سر قدرت دور شد، از این دنیا رفت، برای رستم همین بدخشان پرابلم نشدن، میخواهد که در زنده بودنش بدخشان رو تسلیم کند، میخواهد بدخشان رو چنان کند که به رستم مائل شود. و برای همین به سر قدرت رسیدن رستم باید نگاه کنید که هزارها هزار نفر باید کشته شود، هزارها هزارها نفر باید زندان شود. نگاه کنید که یک پلان، یک پروژه، یک پروژه ساختند که به سر قدرت رسیدن باید ملت تاجیک، باید ملت بدخشان یا مردم تاجیک کشته شود. حالا این پروژه از سال 2010 عملی شده ایستاده است. البته 12 سال است که میخواهند که آیسته آیسته زینه به زینه همین رستم رو به قدرت رسانند تا این از سال 2010 تا سال 2012 نگاه کنید هزارها هزار آدم در خارج از داخل تا خارج کشور کشته شد، هزارها هزار نفر زندان شد به خاطر عملی کردن همین پروژه. نگاه کنید چگونه پروژه است که هزارها هزار آدم باید قربان شوند به خاطر یک نفر. باید ملت و مردم پیدا شد، باید ببیند که یک نفر ارزش یک نفر چگونه بوده است که از هزارها هزار نفر بالاتر می‌ایستد. و این عمل رو اینها فاجعه نمیدونند. از هم علم آور و از هم گفتی روسا عبید، از نمیدونم از عبید یا از علم آور، شاید یک حرف بالاتر هم باشد که به ذهنم ناآمده ایستاده است. این را فاجعه نمیدونند. این حکومت قاتل، این رژیم قاتل هیچ را فاجعه نمیدونند. فرار مغزها امروز عقل ملت یا مغز ملت فرار کرده است. هزارها هزار نفر فرار دارند، میگویند که این فاجعه نیست است. آموزگاران، دختران امروز مهاجر شده ایستادند و مهاجرت میروند و ساکن یک کشور دیگر، شهروند یک دیگر را گرفته ایستاده است. برای اینها فاجعه نیست. امروز مردم را قتل میکنند، امروز مردم را میکشند، برای اینها فاجعه نیست. امروز در بدخشان لشکر کشیدند و خون میریزانند، برایشان فاجعه نیست. اما یک ملت دیگر، یک نفر دیگر در یک کشور دیگر در یک صدمه جان میبازد، حتما این را فاجعه میخوانند و به اون رهبر کشور یا نماینده آن کشور همدردی بیان میکنند. نگاه کنید که امروز ملت را میکشد، قتل میکند، مهاجر میکند، هم میکند. با روی راست میبرایند در کنفرانس مطبوعاتی، در آینه نیلگون، نمیدونم در واسطه اخبار عامه میگویند که این فاجعه نیست.
میگویند. به خاطر همین واهمه این نکنید. رژیم بلابای واهمه نکنید. بله، برای این رژیم هیچ فاجعه نیست، قتل و کشتار مردم فاجعه نیست، لیکن به سر قدرت آوردن هزارها نفر رو میکشند. حالا میخواستم نگاه کنید این رژیم، یعنی که ما از اول تا آخر میدونیم که تغییر یابنده نیست است. این طلب کردن، یگان چیز پیشنهاد کردن، من تماما دیگر نه طلب میکنم نه پیشنهاد میکنم نه یگان حرف میگفتم. اینا قاتل هستند که تغییر نمییابند، قاتل هستند که اینها دیگر نمیشوند. اینها همون پروژه‌ای که هستند باید عملی کنند. نگاه کنید، دویم فرضیه که مردم میگوید واقعا من این را درست درک کردم و میدونم که به خاطر آنکه سر قدرت مانند باید یک قطعه زمین رو از بدخشان به چین دهند، یک منطقه کلان رو، و به خاطر آنه که این مردم مانع میشود سر این جنایت رو، سر این خیانت رو میگیرد، باید پیش از این راه را تازه کرد، راه را آماده کرد و این قطعه رو و این سرزمین تاجیکستان رو به یک اجنبی باید داد و به خاطر همین باید مردم کشته شود، به قتل رسیده شود. یگانه راه این است که مردم باید شجاعت و دلیری رو کسب کنند. جای ترس، جای هراس باید شجاعت و دلیری رو قبول باید کرد. جای آن رو با شجاعت و دلیری پول کرد و امروز من از ملت، از مردمم خرسند هستم که امروز روز به روز، دقیقه به دقیقه الحمدلله مردم با شجاعت شده ایستاده است، مردم دلیرتر شده ایستاده است، مردم بی‌دارتر شده ایستاده است و مردم حرف خود رو ناترسانه گفته شده است. و همین عملیات نظامی که در بدخشان ان شاء الله امیدوار هستم که نخواهند گذراند، ولی همین حادثه و همین حرکت هایی که آنها انجام داده ایستاده است به منفعت ملت است. ان شاء الله یک نقطه مثبت هم هست. مردم وقتی که میبیند که مردم بدخشان با سنگ و چوب، چقدر که خودشان محمد باقر گفتن که شما با تفنگ و با автомат و با ملتق به سر ما میآیید، با سلاح به سر ما میآیید، ما با چنگ و سنگ، چوب و سنگ شما ها رو از اینجا دفع میکنیم، زید شما با چوب و سنگ مبارزه میبریم. واقعا صدها نفر از این حرف وقتی که میشنوند میبینند شجاعت و دلیری رو کسب خواهند کرد و این شجاعت و دلیری مردم بدخشان به دیگر منطقه ها تاثیر میرساند و شما و ما خواهیم دید که بعد از چند روز، بعد از چند ماه مردم و ملت باز از هم زیادتر شجاعتتر و دلیرتر خواهد شد و دیر نگذشته این رژیم خونخوار، این رژیم قاتل، این ملت کش، این مادر کش، رژیم مادر کش و ملت کش را از سر قدرت دور خواهد کرد. این به نظر من، به اندیشه من الکی به یک نقطه آخر آمده رسیده است و زود است که این رژیم از سر قدرت با قوه مردم، با اتحاد مردم دور خواهد شد. زنده باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. من یک چیز از شما از همین فرصت مناسب استفاده برده پرسیدنی هم ببینید. وقتی که در مرز مناقشه آخر به میان آمد، در اونجا قمچبک توشیف و وزیر کارهای داخلیش شرایطشان در خود قرقیزستان به نهایت متشنج شده بود و مردم در همون شب و روز استعفای قمچبک توشیف و وزیر کارهای داخلی قرقیزستان را طلب میکرد در همون شب و روز. و حالا ببینید اونها به یک شاید مصلحت پیشکی باشد یک جنگ اداره شونده را در مرز با تاجیکستان تشکیل کردند و 2 نفر از شهروند تاجیکستان به قتل رسید. 10 خانه مردم نزد مرزی، ساکنان نزد مرزی روستاهای تاجیکستان آتش زده شد و با همین مسئله به استعفا رفتن قمچبک و به استعفا رفتن وزیر کارهای داخلی قرقیزستان
فراموش شد دیگه. مردم قرغیز در این مسئله گپ نزدن، با همین تمام شد. اناکنون حالا ببینید حالا آش پلاوی استعفای رمضان رحیمزاده و سیمومین یتیموف رو هم چند کس خورده ایستاده است و چند کس الکی به نزدیکی سیمومین یتیموف از وظیفه می رود، رمضان رحیمزاده می رود، گفته گوسفند هم کشته داده، من به جایش می شوم، گفتگی ها الکی خبرهاش رسیده ایستاده است. بله بله. مگر یک چنین شرایط وجود ندارد که حالا رمضان رحیمزاده و سیمومین یتیموف و اینها در یک کوشش باشند که در حالت جنگ لشکر را عوض نمی کنند، سالدات را در حالت جنگ که عوض نمی کنی، یا خیلی که مقال هست اسب را در داخل جنگ عوض نمی کنی و اینها همه شرایط لشکر را در حالت جنگ استفاده نمی کنی ساخته ایستاده اند و می خواهند با همین مسئله از بین رفتنشان را پیشگیری کنند. اینها که از وظیفه سبکدوش شدند به همین خلاص نمی شوند. آنهایی رو که امام علی رحمان در اطرافش بود، جانش رو خلاص کرده بود، او رو به سر قدرت آورده بود، دائم در پهلویش بودند، هر وقت که نالازم شدند آنها را چیکار کردگی است اینها همه میدونند. و این چی است؟ بله واقعا شما تحلیل یا اندیشه خیلی خوب مطرح کرده. واقعا اون نهانی یا همون وزیر کارهای داخله بله رحیمزاده و یتیموف این رو یک شانس طلایی برای خودشون قبول کرده است. همین حادثه که خاروق سر زد و عملا نگاه کنید که همون حادثه که روز 25 28 نوامبر روز 25 نوامبر سر زد، این دست کاری کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان است. کسی این رو رد کرده نمیتونه. حتی خودشون گفته ایستاده است که ما این عملیات رو انجام دادیم. این با سپارش خودی یتیموف سر زده است. یتیموف به شاگرد خودش که امروز رهبر ولایت است میرزا نباتوف با اون سپارش داد که حتما باید در همین دهه آخری نوامبر باید عملیات نظامی انجام شود و همین نفرها باید کشته شود. به خاطر آنکه استعفای یتیموف الکی در سر میز رحمان یا در سر همانی که باید کادرها رو مثلا حساب کتاب میکرد در سر اون بود و واقعا این خبر که یتیموف میدانید حتما عملیات کشتن گلبدین رو با او سپارش داد و با کارمندان کمیته دولتی امنیتی ملی این انجام داد تا یک به طور سامانی، چون یتیموف به همین مثلا الکی پلان کشته بود که حتما مردم خاروق میخیزند، چون یک عملیات انجام که مثل وحشی مثلا این نفر رو کشتند و مردم این رو هم تو نمیموند، با حرف خود ما هم تو نمیموند. اینها چشم مردم رو ترساندنی شدند، اینها چشم مردم رو ترساندنی شدند، اما مسئله برعکس شد. بله نه بلکه مردم ترسید بلکه به میدان ریخت. بله و همین هم یتیموف رخشات کرده است. وقتی که مردم میخیزد یعنی به استعفا رفتنی یتیموف با یک تدریج با یک مهلت دیگر مانده می شود و همین طور این جنگ واروخ و جنگ سرحدی که به عمل آمد این هم یک کاری صنعی است. نگاه کنید که دو کمیته دولتی امنیتی ملی با همدیگر چست میدهند، با همدیگر سلام علیک خیلی گرم و آتشی میکنند، برای یکدیگر خنده میکنند. ملت مردم تاجیک کشته شده است. این بدبخت، این خیانتکار، این قاتل با یک قاتل دیگر با خنده با یک مهربانی مناسبت میکند. یعنی که این رفتارها و این کردارها به خاطر آن بود که این دو نهاد که شما هم قرقیزستان با یک پرابلم با یک مشکلات گرفته شده بود، چون اونجا مردم حل میکنند. در تاجیکستان پرزیدنت و مثلا گرد و اطراف پرزیدنت کادرها رو عوض میکنند، مردم عوض کردن نمیتونند. تا حال حاضر در قرقیزستان مردم حل میکنند. برای اینکه این حادثه که در قرقیزستان به وجود آمد اینه که استعفای طلب تاشایف و این حادثه ها به سر زد، یعنی که واقعا اینجا استعفای یتیم بود و این خاروق را ساختن. برای چی در خاروق ساختن؟ محمد باقر طلب یگان عمل سیاسی نیست.
او نمیخواد که رئیس ولایت شود، رئیس شهر خاروخ شود، او نمیخواد که رئیس حزب شود. او خود رحمانوف اگر شما به سیاست دست زدید در نزد قانون جواب میدهید. اون برادر عزیز و محمد باقر به سیاست دست نزده است. آخر چرا شما لشکرکشی و خونکشی میکنید؟ اقلا شما به همون گفته خودتان هم که غیر قانونی است، تماما بیرون از قانون است، با اون اطاعت نمیکنید. مردمی که به سیاست گفته گپا ارالش نیست است و نمیخواهند که به سیاست ارالش شوند و یا یک کار سیاسی برند، آنها از سیاست دور هستند. ولی امروز با بهانه همین نفرها امروز خون میکشند و این را یتیم یک شانس طلایی خودش ساخته است و این را یک شانس طلایی میداند و این را هر چقدر میتواند مهلت او را دراز میکند. و این در اینجا رحمانوف هم یک اشتباه خیلی بزرگ کرده است. اگرچه ده ها اشتباه کرده است، یک اشتباه دیگرش این است که باز هم از بلاروسیا یک افیسرها، سپسنازها و حتی اسکرهای عادی رو هم آورده است که ما در نوارها دیدیم، در علاقه واسطه اخبار عامه این برآمده است. و خیلی این من بیشک این حرفا رو میگویم به خاطر چی؟ به خاطر این است که وقتی که این معلومات، وقتی که این انفورماسیون در واسطه اخبار عامه برآمد، در مطبوعات ها به نشر رسید، مقامات های قدرتی یا حکومت جمهوری تاجیکستان یگان بیانیه ندادند، رد نکردند، تا امروز رد نکردند. وقتی خاموش هستند، وقتی که رد نمیکنند، پس این واقعیت دارد و امروز یک ملت غیر آمده است برای کشتن ملت تاجیک، برای کشتن مردم بدخشان. برای چی؟ به خاطر آنکه شاید 50-60% اون عسکرها و افیسرها، سپسنازهایی که تاجیک هستند، آنها شاید در همون عملیات نظامی به مردم بدخشان تیر نکشویند و همین هم علاقه رشاد کرده است. به خاطر آنکه باور ندارند به همین نفرها، تاجیکای خودشان باور ندارند. واقعا این جنایت میدونند. آنها اگر جواب دادنش در کار، آنها با یک رویخط رفتند، آنها رو همه میداند و آنها جنایت کردنی نیستند. به خاطر همین از بلاروس آوردن عسکرها، سپسنازها و افیسرهای بلاروس رو و علاقه اینها رو دیگر کشورها دیدن، به دیگر چندین کشورها علاقه این معلومات ها رسیدند، به سازمان‌های بین الملل، به دیگر سازمان‌های حقوق دفاع از مردم و اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، از جانب خود من و از جانب دیگر تشکیلات ها رسانیده شده است، بغیر از جنایت‌هایی که امروز انجام داده شده است این رژیم خونخوار، مادرکش و ملتکش تاجیک. درست، تشکر زیاد. حالا چونانه که امرالدین علواتشویف رو برده گپ زناندن، او رو کسمتیکه کرده، اما نفرهای در روسیه برآمده ایستادن، گفته ایستادن که وضعیت باید متشنج است و شکار مردم، شخصان فعال در روسیه، شخصان فعال زادگان بدخشان در روسیه خیلی زیاد هستند. روز گذشته سخنرانی اورز وزیربکف رو گوش کردیم که گفت که اگر مرا بازداشت کردن، گرفتن، بردن، اگر مرا در تاجیکستان پیدا کردن، بدونید که من به پای خودم نرفتم، مرا از اینجا گرفته دزدیده بردند. و امروز یک نفر دیگر، یک فعال دیگری زاده بدخشان صحبت کرد و کلا صحبت اورز وزیربکف رو همگی گوش کرده هستیم. حالا صحبت این کس رو گوش میکنیم، ببینیم چی میگویند. Ассаламу алейкум. Приветствую всех, кто меня слушает. Я Вазиров Аслушо, уроженец Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Как и тысячи свободомыслящих молодых людей, я эмигрировал со своей малой родины Горно-Бадахшанской автономной области в 2000 году. Единственным государством, в котором мы почувствовали гуманизм, толерантность и демократию, была Россия. Я также получил в 2004 году здесь российское гражданство. Потому что в нашем родном Таджикистане прав граждан все больше и больше нарушается властями. Тогда я решил выбрать Россию своим убежищем и вторым домом. Потому что наши предки тоже были под давлением более 100 лет назад со стороны некоторых эмиров Бухарского эмирата и тиранических афганских тогдашних царей. Но наш народ
до последнего боролся с такими тиранами, кровожадными эмирами, отстаивал честь своей культуры и самоидентичность. Тогда наши предки обратились к российским властям с просьбой искоренить угнетение. Благодаря усилиям тогдашних российских властей мы смогли изгнать деспотичных правителей. История до сих пор повторяется. Такие же притеснения осуществляются тираническими властями Таджикистана в отношениях толерантных и культурных жителей Горно-Бадахшанской автономной области. Прошло более 100 лет, и мы вновь обращаемся к российскому правительству с большими надеждами на помощь в вопросе Бадахшана. Мы с уважением просим правительство России остановить геноцид со стороны власти Таджикистана в Бадахшане. Мы надеемся, что Россия сможет это сделать, потому что мы много раз видели, как Россия спасла угнетенных меньшинств от гнета. Сейчас я, как гражданин России, обращаюсь к правительству Российской Федерации и правоохранительных органов. Недавно на территории Российской Федерации перефинансированные правительства Таджикистана появилась группа лиц, причастных к похищениям людей. Их миссия состоит в том, чтобы как можно скорее похищать, переправлять и заключать в тюрьму активистов гражданского общества. Мы были свидетелями таких ужасных событий. Может быть, однажды меня тоже в Москве похитят и насильно увезут в Таджикистан по требованию некоторых таджикских властей. Если я когда-нибудь исчезну, то знайте, что меня тоже похитили и незаконно вывезли в Таджикистан, хотя я гражданин России и не собираюсь возвращаться в Таджикистан до тех пор, пока там царит несправедливость и бесчинство. Если гражданин России незаконно похищен другим государством, это будет неуважение к российскому законодательству и вообще к российской стране. Однако я уверен, что правоохранительный орган России и впредь будет более серьезно относиться к таким вопросам. В заключение хочу сказать и убежден, что правительство России со всеми руководителями и правоохранительных органов предотвратит подобные похищения в Москве со стороны властей Таджикистана. С глубоким уважением гражданин России, Аслишов Вазиров. سلامت باشید. خداوند چشم ظالمان را کور کند و خدا کند که ما را ندزدند. حالا ببینید آرز وزیربکوف عیناً همین حرف ها را برآمد گفت که حالا همین خیلی کوشش های شده ایستاده است که ما را بدزدند، مثل امرالدین علاوتشاهیف به تاجیکستان و برند و بالای من چند گناهی را بار کنند. امروز یک نفر دیگر من برآمدن گفته ایستادند که حالا شکار بالای مردمی بدخشان در روسیه زیاد شده ایستاده است و پی بردند که از ایشان هم پیگیری کرده ایستادند، ایشان را هم میخواهند دزدیده به تاجیکستان برند و این حالت به طور وسیع در روسیه این کوشش شده ایستاده است و امید میبریم که تاجیکستان، حکومت تاجیکستان شرمنده می شود به این کارش و حالا همین خبرها این نشانه شرمندگی رژیم است. نشان شرمندگی رژیم است. نخواد شما با همین فعالان جامعه شهروندی مبارزه برید، آنها را برده بازداشت کنید، به محکمه بکشید، زبان آنها را ببندید، خود را آسوده حس کنید، این حکومت داری باشد. آسودگی شما آسودگی ملت باشد. نخواد همین خیل باشد. شما باید به این آماده باشید که کسانی که سری حکومت میبیایید، بعد از امام علی رحمان میبیایید یا حال آمدن را امید برده ایستادید یا کوششی به سری حکومت آمدن کرده ایستادید بعد از امام علی رحمان یا که خودی همین در اطراف امام علی رحمان بودگی ها در حکومت کار کرده ایستادید، شما باید به این آماده باشید که شما وظیفه را اختیار کرده اید که یا شما را قهرمان میکند یا شما را شرمنده و شرمسار هر دو عالم. یا نامتان به نیکی در این دنیا میماند همچون قهرمان، همچون نفرانی که برای این کشور خدمت کرده اید، یا نفرانی که خیانت کرده اید. میتوانید هیچ خیانت نکنید، فقط بی‌مسئولیتی کنید تمام. این راهی که شما برگزیده اید، یعنی در سیاست بودن، وزیر بودن،
رئیس کمیته بودن، پرزیدنت بودن، اینها نام‌هایی هستند که در تاریخ میمانند. شما هیچ بدی نکنید به مردم، فقط تنها بی‌مسئولیتی کنید، بس از همین خیانتتان که در تاریخ همچون یک شخصی نااهوده برا نوشته شوید. تنها بی‌مسئولیتی نشان دادنتان بس است. هیچ خیانت نکنید، هیچ بدی به مردم نکنید، تنها تنبلی کنید بس است که این ملت شما رو نامتان رو مدام العمر به بدی بگیرد. چون که از شما مردم انتظاری های دیگر دارد. شما را یک شخصان میپندارد که مردم استعداد شما از مردم عام بالاتر است، فهمش شما، دانش شما بالاتر است و شما میتوانید مردم را کشاله کنید به سوی بهبودی، به سوی پیشرفت، به سوی ترقیات. اما در این حالت دانسته باشید که وقتی که شما از خودتان بی‌مسئولیتی نشان دادید، از خودتان تنبلی نشان دادید، به ملت هیچ بدی نکردید، فقط بی‌مسئولیتی کردید، تنبلی کردید، مردم گپ خود را دارد، حرف خود را دارد، طلب خود را دارد، باید طلب میکند. نه، شما برای آسودگیتان از این حرف مردم، از این طلب مردم باید کسانی که صدا دارند بکشید یا پشت پنجره زندان کنید. این وحشانیت است، تروریسم است، اکستریمیسم است، انسانگری است. چی است؟ کدام از این هاست؟ شما فراموش کردید که خدمتگار مردمید. وقتی که مردم صدا بلند کرد، شما باید او را صدایش را پست کنید. نه، این کارتان نادرست است، سازگار به وظیفه گرفته‌تان نیست، سازگار به مسئولیتتان نیست. مسئولیت شما این است که شکایت مردم را گوش کنید، اصلاح شوید. خطا کرده اید. شما اول تجربه گرفته چند سال کار کرده به این وظیفه نآمده اید. حالا در تاریخش امام علی رحمان یک بار اقلا 12 روز دم نگرفته است. از پرزیدنت بودن اون طرفتر خودش رو تماشا، این وظیفهش رو تماشا نکرده است. پرزیدنت شد، تمام آمده ایستاده است. یک 5 سال، 120 اول ببین که پرزیدنت چه کار میکند. یک بار ببین کارهای پرزیدنت رو که خطا میکرده است یا نمیکرده است. یک بار ببین. وقتی که چنین حالت هست، به این خلاصه آمدن لازم است که حتما انسان خطا میکند، به خطاگی راه میدهد. خطا که کرد باید اصلاح شود. خطاگیت را از کجا میفهمی؟ مردم صدا بلند نکند، به اصلاح شدن ها اشاره نشود، به کمبودی ها اشاره نشود، نادرست کرده ایستاده هیچ کس نگوید. از کجا میفهمید که شما خطا کرده ایستاده و خطاگی های شما اصلاح میشود؟ وقتی که خطاگی ها اصلاح نمیشود، پیشرفت میشود مگر؟ نمیشود. اما در همین حالت ما قرار داریم. اوه خودبین ها، اوه خودخواه ها. وقتی که دیکتاتور میگویند قهرتا میگوید. دیکتاتور همین خودخواهی، فقط خودت دیکته میکنی، حرف خودت است، از دیگر جا هیچ گپ رو شنیدن نمیخواهی. وقتی که چنین است با کله یک آدم پیش میرویم، ما با کله یک کلخازچی، با کله یک رئیس کلخاز که در عمرش بعد رئیس کلخاز بودنش پرزیدنت شده است و حیات پرزیدنتی رو دید است، تجربه گرفته، دیگه گشته پرزیدنت شده نیستین. انمی خیر اومده ایستاده است. خطاگی بالای خطاگی، خطاگی بالای خطاگی کرده اومده ایستاده است. به همین حالت کشور پیش میرود مگر؟ خودیم رو گرفتید سروری دولت، پیشوایی دولت، جناب عالی. این یک خره است که بالایش باید ملت سوار شود. همین یک تا به عقب زند، یک تا به کلهش زند، برای میرفتگیش گرفته برد باغبه برآمدنش در کار ملت. همین خر امام علی رحمان است، گرفته برآوردنش در کار وظیفه‌اش. جر کرده موندگی در وادی. این همین قدر وظیفه دارد. این وظیفه پرزیدنت همین است. همین یک خر است، ملت بالایش سوار می شود، مردم بالایش سوار می شود، یک چوب به عقبش، یک چوب به کلهش میزند، بردار برار مرو باغبه، به همین به قله برار. غیر میگوید، جیر میگوید، برآوردنش در کار ملت را. این رنگ شترمرغ کار میکند. میگویی باره بر، میگوید من مرغم. میگویی پرواز کن، میگوید من شترم.
همین طرز مونده است این امام علی رحمان با کماندهش. نیم مسئولیت را با عهده میگیرن، نیم مردم را میمونن که مردم آزادانه زندگی خودش را پیش ببرند. ولی یک نفر از واتساپ هم زنگ زده شدند. صدای حق را اول قبول میکنیم، بعد از اون واتساپ صدای حق پیشکی وارد شده بودن. امام ببخشید صدای حق همینجا امام برادر الهام جان چیزی همراه کردنی هستند. یک دقیقه صدای بله صدای حق عذر می‌خواستم، من یک کار دیگر دارم، من یک جمله حرف میگم روام. شنیده ایستاد نه شوکت جان؟ بله شنیده شدم. واقعا این شرمندگی است که شما بالای این قدر شرمندگیش نخود شهروند تاجیکستان به پوتین به یک رئیس جمهوری خودش مانده به یک رئیس جمهوری دیگر مثلا چی کند، پیشنهاد و طلب کند، خواهش کند. نه تنها این شهروندی که دو شهروندی است، این شهروندی هم تاجیکستان هم شهروندی روسیه است، ولی شهروندان تاجیکستان از داخل تاجیکستان هم به روسیه، به مقامات روسیه، به خود پوتین مراجعت میکنند. البته ما همین تجربه رو، همین عمل رو 3 سال 4 سال ایسین دیده ایستادم که شهروندان تاجیکستان رئیس جمهوری خودش پرتافتگی چون باور ندارد، چون میدوند که این کار عملی نمیکند، چون میدوند که یک رئیس جمهوری غیر قانونی است، چون میدوند که یک رئیس جمهور نیستین، وظیفه‌اش رو اجرا کرده نمیتواند، برای همین پیشنهاد طلب خواهش خودش رو به یک رئیس جمهوری دیگر میکند. این یک شرمندگی است. این شما های گفتید خودتون که ببینید به شما مراجعت نمیکند، به یک رئیس جمهوری دیگر مراجعت کرده ایستاده است. اگر شما انسان میبودید به شما مراجعت میکرد. شما انسان نیستید، شما اقلا به نزدیکی به انسانیت ندارید، برای همین برای شما مراجعت نمیکنم. حالا میلیون ها نفر به همون رئیس جمهوری پوتین یا نمیدونم یک رئیس جمهوری قزاقستان و ازبکستان شوکت میرزایف اینها مراجعت میکنند. فهمیدید؟ ملت به همین درجه ملت رو آورده رسانیدید. یک مراجعت برای ملت و مردم میکنم، تمام من بیرون میشوم. مردم و ملت من به خصوص شهر خوجند و ولایت سوخت، من از همه شما خواهش میکنم. من 15 سال در مکتب مخصوص ورزشی همچون مربی کار کردم. بسیاری از ترینرها، مربیها، شاگردان، دوستان زیاد دارم، شاگردان زیاد دارم. من در چندین ساختارها، در چندین مقامات‌های غیر دولتی هم کار کردم، دوستان زیاد دارم. من از همه شما خواهش میکنم وقتی آن رسیده است که شما صدای خود را بلند کنید. اگر در خاروخ یک تیر به مردم و ملت بدخشان سر داده شد، هوا داده شد، شما از همه جا صدا بلند کنید و انقلاب را شروع کنید. بخیزید 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 و حق خود را طلب کنید. نگذارید که مردم و ملت بدخشان کشته شود. شما باید راه این خونریزی و راه قتل مردم رو بگیرید. از سوخت، از خوجند، از اسوره، ختلان، زرافشان، همه شما طلب میکنم، خواهش میکنم که بیدار شوید. در همون روز بخیزید به پا و حق خود را طلب کنید و پیش راه خونریزی و مردم کشی رو بگیرید. تشکر شوکت جان، همین رو میخواستم گفتن. سربلند و موفق باشید. زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. صدای حق بفرمایید. صدای حق به فکرم که اینترنت ضعیف است، میتواند بدون ویدیو صحبت. نه اینترنت خوبه. خوب باشد. السلام علیکم. اوزم رفته سه که شوکت جان. ما همین روز اعلامیه برادرای رشد قلعه را تماشا کردم. ما با برادرای رشد قلعه هم موافق هستم و سپاس خدمت نسبتشون میخوام برسانم و گفتنی هستم که این جمعشوی اونا باعث خوشبختی ما است. و یک چیز دیگر را گفتنی هستم که به خاطر بدخشان، به خاطر مردم مظلوم بدخشان، به خاطر آه مادرایی که در بدخشان ریخته شده است، ما تیار هستم جان خود فدا بکنم و از اینجا به حکومتدارای تاجیک رسانیدنی هستم که ما تیار هستم به خاطر بدخشان جان فدا بکنم و گفتنی هستم که از بالای از ظلم از بالای بدخشان بر بدارین. بعد یک چیز دیگر را گفتنی هستم که اکای شوکت جان، ما میخوام که نه خواستن نه، ما فکر میکنیم که اگر اپوزیسیونی توجیه از و
انسانایی که چیز دارن، کانال های یوتیوبی دارن از مردم بدخشان، همشان باید یک جایه بشوند. شما با اونو هم صحبت هستین، برسانینشون، همشان یک جایه بشوند و یک اعلامیه بزرگی را به ملت برسانند که همه مردم تاجیک با تاجیکستان بر بگردن. این مصیبت حاضره، مصیبت سال 2012 نیست. همه با تاجیکستان بر بگردن، دعوت بکنن ای طرفداراشون که با تاجیکستان بر بگردن تا این ما از بالای ملت بدخشان دور بسازیم. ما فکر میکنیم که پایان حکومت امامعلی رحمانوف رسیدگی است. اون ابتدایی که داشت سال 90 انتهاش فکر میکنیم سال 2022. ما دعوت میکنیم از برادرای بدخشانیمون همکاری را با هم جامعه دور نکنم. ما یک جایه باشیم پیروز میشیم. خدا کنه که روز برسه که ما هممون یک جایه باشیم و پیروزی نصیب ما بگرده. به خاطر که یهودا میگن آدما را قسم جدا بکنن که تا اداره کردنشان آسان بشه. ما را قسم جدا بکنن، اداره کردن ما آسان میشه. Я призываю всех граждан Бадахшана, чтобы они все понимали, что мы в единстве победим. Да, мы в единстве победим. Я разделяю ту участь, которую наши граждане в Горном Бадахшане терпят, и ту несправедливость, которую на себе ощущают. Я думаю, что сегодня настал день, когда мы можем изменить этот ход событий в сторону народа, чтобы наш народ жил в процветании, чтобы мы развивались, а не в стагнации пошли. Я думаю, что сегодня, когда я увидел граждане нашей страны из района Рошт-Кала выступали, я разделяю все их мысли. Я обнимаю вас, ребята. Я думаю, что мы в этом направлении, если будем двигаться и будем объединяться, у нас может что-то получиться. Я думаю, что наши граждане все, независимо от того, какая у них происхождение, мы должны объединиться под одним знаменами, чтобы мы смогли эту тиранию искоренить. И я думаю, что сегодня это самый подходящий момент, чтобы мы дали руку поддержки нашим гражданам в Горном Бадахшане, чтобы они почувствовали, что у них есть братья за рубежом, что они могут, что мы можем изменить эту ситуацию в лучшую сторону. И я призываю от нашей оппозиционной силы, чтобы они вместе выступили одним обращением, и чтобы она распространилась по всем им каналам, чтобы наши граждане уже начали выходить. Я думаю, что сегодня это тот день, исторический день, чтобы мы смогли изменить эту ситуацию. спасибо вам большое. Ака Шавкатjon, rahmati kalon. Бор дига ман мерасонам ки ин вақти охирони ҳукумати Эмомалӣ расидагӣ аз нигоҳи ман, вақте ки мо якҷоя бишем, вақте ки мо ҳамдастиро аз якдигар дур накунем, дар якдигар душманиро набинем, аҳримана дур бикунем ва бидонем ки мо дар якҷоягӣ як қувваи бузург шида метавонем. ман ба ин чиз боварӣ дорам. аслан сидқан صداتون گوش بسیار خوب، تشکر زیاد. کسانی که سخن ندادیم خواهش میکنم از پیش خود سخن نکنید، ما حتما نامتون رو میگیریم بعد سخن میکنید. حالا ما وعده کردیم که حالا از واتساپ زنگ قبول میکنیم. بفرمایید. الو السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارتون باشه که زنده باشید. بفرمایید. ان شاء الله روزی نزدیک خدا خواهد ان شاء الله و تمام بندو خدا و تمام بوریزان خدای مهربان خواهانم که انشاءالله پیروزی نزدیکه. خدا یار مددگار تو باشه. زنده باشید. تشکر زیاد. از استودیو سایم زیویف بفرمایید. سایم زیویف میکروفونتون رو فعال کنید و بفرمایید.
آوازم نمیاد. صداتون خوب است، بفرمایید. صدایتون الو. هست، ما شما را شنیدیم، بفرمایید، گپ زنید. برآمدن سایم زیویف، شما خارج شدید، می توانید از دفتر درآیید و حرفای خود را بگویید. عبدالله خواهش کنید. عبدالله خواهش میکنم، ولی صبر کنید. ما اینجا صحبت یک خواهر را که با زبان روسی مراجعت کرده است اول گوش میکنیم، بعد از آن برنامه رو ادامه میدیم. Меня зовут Салиева Гулия Абдуманоновна. Я являюсь гражданином Российской Федерации, сейчас нахожусь в городе Екатеринбург. Данное видео записываю с целью привлечь внимание общественности к мирному разрешению ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан. Заранее говорю, что я не принадлежу ни к одному экстремистскому движению, партии или другим группировкам. Мое обращение происходит по моей личной инициативе. За последние 4 месяца в Горно-Бадахшанской автономной области сложилась напряженная ситуация, вызванная нарушением прав человека. И, к сожалению, это происходит уже не в первый раз. В ноябре прошлого года убили жителя без суда и следствия Губелдина Зиёбекова. После чего убили еще 2 и ранили десяток мирных жителей, когда те пришли на мирный митинг к администрации города за ответами и за объяснением. После этого власти города обещали начать расследование, разрешить ситуацию, восстановить интернет в регионе, но по сей день ни одного из условий не было выполнено. А наоборот, тех, кто борется за правоту, за свою правду, ему угрожают, запугивают, заставляют записывать видео и либо сажают в тюрьму, при этом провоцируя население к конфликту. Несколько десятков тысяч граждан Российской Федерации родом из Памира, и у каждого из них там родные и близкие сейчас находятся, в том числе и у меня. Людям там не нужны места у власти, какие-то перевороты и тем более война. Они просто хотят спокойно дышать на своей родине, но из-за каких-то политических игр происходит данный абсурд. В наши дни, к сожалению, случается много несправедливости, но такое не должно происходить в современной республике и тем более в области, которая является автономной. А на сегодняшний день, 12 февраля, в городе много военных и техники различной, и поэтому ситуация обострилась. Чем больше мы будем обращать внимание на такую несправедливость, тем меньше ее будет. Нет ничего хуже, чем оружие, которое направлено на насилие. И нет ничего хуже войны, мы с вами знаем. И мы за мир, и мы за мир на Памире. تشکر زیاد خواهر عزیز. اول سایم زیویف نوبتشون بود که نتوانستن سخن کنند، بعد از اون واتساپ، بعد از اون عبدالله. سایم زیویف بفرمایید. میکروفونتون فعال نیست، میکروفونتون رو فعال کنید، گپ زنید. سایم زیویف گپ زنید. تمام. میشنوید شما مرا؟ گپ زنید. صدای من اومده است؟ هست صدایتون، ما شما رو میشنویم، گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شما در همه باره گپ میزنید، من شما را گوش میکنم، میبینم، همین فکر میکنم، احساسی من، چیزی من همین خیلی هست که فکر میکنم که شما یگان تای شما ممکن که در تاجیکستان زندگی کردگی نباشید یا که همه همین چیزها را نادیده از تاجیکستان برآمده باشید. من همین خیلی فکر میکنم، برای که من 30 سال در روسیه زندگی کردم، همیشه فقط 4 سال من در تاجیکستان زندگی کردم و 4 سال در تاجیکستان کار کردم، با حکومتی حاضر بودگی کار کردم، همه همینا را دیدم. با بازگشته اومدم به مون مملکتی که من زندگی میکردم، با همون دولت اومدم. حاضر اینجا من شما را گوش میکنم، فکر میکنم شما وحشی در تاجیکستان نبودید. در پامیر 4 ماه من 2008 2012 همونجا در من 4 ماهی کماندیروفکا بودم. همه دیدم. وقتی بودم 2012 وقتی که وای از چی بود
самолет қати омад ва пешвоз гирифтан ва чином дорад ва ҳамаи ҳамонро ман дидам. вақте ки дар Помир ман якум зани ман рус аст, дуюм зани ман аз Бадахшон, аз Рушон аст. аз вай ман ҷудо 4 сол ман қати вай зиндагӣ кардам, ҷудо шудам. дуюм зани ман Айхоруғ аст. уна то ҳозира сеюм шуд. аз якумша ман фарзанд дорам. дуюм зан Рушон, ҳоло ҳисоби занҳотона гум кардед. сеюм зан Хоруғ. не, якум занам Айрасия аст. дуюм занам Айрушон аст. аз вай як духтарча дорам. дуюм занам аз Хоруғ аст. ду писарбачаи олиҷаноб дорум. ман хуни ман тоҷикай. эътибори эҳсоси ҳамаи ман тоҷикай. не ки ман ба ҳамин мардум эътибор кардам, ба ҳамин мардум чӣ кардам, ман ҳамонро дӯст доштам. ай ҳамоно ман ба худма якум бор, дуюм бор зан интихоб кардам, зан гирифтам, фарзанд дорам. ман аз тоҷик фарзанд надорам, ман фақат аз Бадахшон фарзанд дорам. лекин ман ҳамунҷа будам. соли 2012 бо ҳамроҳии раиси ноҳияи ҷумҳурии Рушон Дилбоваров Пасор, раиси ноҳияи Рушон буд. раиси ноҳияи Рушон буд. нависед дар унҷа, нависед. дар ҳамун вақто раиси ноҳияи Ванҷ Ҷонов буд. мо ҳамин се кас бо ҳамроҳӣ мана сапровождат карданд то Хоруға. ман рафтам Хоруғ. дар Хоруғ мара границада начальники застава пешвоз гирифт, мошини худаш қати вай қати. ман будам дар. баъд гуфтам ки истед шумо. мана дар дуруни застава даровардан. ман гуфтам ман худам мехоҳам ки ба Хоруғ равам. не гуфтам ту наро ки тура мекушанд унҷа, ита мекунам. не гуфтам ягонта шумо дар кор нест. ман худам рафта дар бозор, дар магазино мегардам ки ҳамин гапҳо рост ё не. шоҳидои ман Дилбоваров Пасор ва Ҷонов, раисои ноҳия, ҳамаш ино ҳамаш шоҳиданд. агар ҳозир фикру андешашона дигар накарда бошанд, чӣ накарда бошанд, ҳамаша агар пурсед, ҳамаша мегӯянд. ман вақте баромадам бегоҳӣ ба чизку дар як ҷо ман гапи тоҷикӣ гап задам ки ҷамъ шудам. ту тоҷикӣ қариб ки мана будета самай зада букшанд. шумо мефаҳмед ин гапа ё не? ки зани ман аз Бадахшон, фарзандои ман аз Бадахшон. баъд ман ҳамин чиз ки ман менталитети ман ҳамагӣ 17 сол дар Тоҷикистон зиндагӣ кардагиам. 35 соли дигар ман дар дигар мамлакат зиндагӣ кардагиам. ватани ман дар куҷояст? ман ватанма намедонам. неки ман хуни ман, чизи ман ки тоҷикай, ман ҳамуна эҳсос мекунам, ҳамуна мегум. шумо фикр накунед ҳама бадахшониё ҳама чизо ин корро намекунанд. ин чи нест. гурӯҳ, инҷа гурӯҳай. ҳаминҷо сабр кунед. мо шуморо гӯш кардем. акнун ман мехоҳам ба шумо бо савол муроҷиат кунам ва ба саволам ҷавоб бигирам. бале баҳои шахсии шумо ба вазъияти ҳамишабирӯзина дар Хоруғ чӣ аст? дар Хоруғ ана раҳмати калон чӣ шавад? раҳмати калон дар ин ҷо ҳамин лашкар кашад, ба сӯи мардум тир андозад, мардумро бикушад, ё ин ки аз он ҷо тири тупу туфангашро баргардонад? ҳукумат як чизро шумо фаҳмед. ҳукумат ба сари одамоне ки бечиян вай ҳеҷ маҳал силоҳ намекашад. вай унҷа асоби гурӯҳ ҳастанд, гурӯҳҳое ҳастанд. ҳамин чизора мебардоранд, ҳамин халқи худшона дар хатар меандозанд. ҳамаи хоруғиё, ҳамаи бадахшониё онро дастгирӣ намекунанд. ино як қабила ҷинояткорое ҳастанд ки ба ҳамин коро даст задагиам, ба ҳамин коро мебаранд.
میبرند این کارها را. شما باور کنید بفهمید چی کنید. اینو همه مردم خاروق مردم یگانه مردم صلح دوستند. اونا به نهایت مردم مهمان دوست و چیان. اینو نه، این یک چندین گروپا همین کارا تشکیل کردگن، همین کارا را میکنن. 2008 هم همین کردن، 2012 هم همین کردن. اینا حاضر با همین کارا تشکیل کردگن. لیکن درباره گلبودین شما گپ میزنید، درباره چی میکنید، این در اینجا جنایت است. از طرفی کی؟ از طرف حکومت. از طرف حکومت جنایت است. وای کسی که نباشد وای پوسکای باشد که تروریست باشد، نه که تو حق نداری و یا کشتن و یا بچی کردن. تو حق نداری. با قانون جمهوری تاجیکستان این تو حق نداری. همین کار کردن. اینو باید جواب تیان. این دمو گپ نداریم. یگان گپ نیست. نه که میگن که کج شینو راست گپ زن. کج شینو راست گپ زن. حالا عظیم برایت که طلب مردم که سبب مرگی به خاطر رسیدن گلبدین زیوبکوف شرح داده شود، طلب مردم درست بوده است. باید حکومت به این طلب مردم جواب بده. درست است؟ باید کسی که در اینجا گناهکار است هم از این طرف هم از اون طرف باید جواب دهد. با قانون جمهوری تاجیکستان باید 100% باید اینو جواب دهند. در اینجا دیگر یگام خط، یگام سخن، یگام نقطه، یگام ویرگول اوجه دیگر نیست. اینو باید جواب دهند. فقط درباره امینو، درباره اونایی که پیش از این من گفتم همین خیلی آمده بود، همین خیلی هست. ممکن این دوامش بود یا که چی بود. ممکن اینجا اینو کمتر بلندروی کردن، یگام کار کردگیم. برای که گلبودین میگن در دوشنبه بود، در اینجا بود. برای چی باید دستگیری نکردین؟ اینجا یگام بلندروی شدگی است. هم از این طرف هم این طرف بلندروی شدگی است. به همین حالت آورده کار رساندگیان. اینا فهمیدن در کار. ببینید به همین حالت که کار آورده رساندند، باید به مردم شرح بدهند که چگونه گلبدین زیوبکوف را کشتند، چرا کشتند، چرا او سود نشده به قتل رسانیده شد، چرا پروندهش به پروکراتور نرفت، پروکراتور ندید، چرا سود نکردن، یعنی گوفسود کردن. گوفسود هم نیست، سمسود کردن، او را کشتن. و او پیش از آن که به سود پروندهش رو بیارن، او را تروریست اعلان کردن. همه این به این باید حکومت شرح دهد یا نه؟ چرا چنین کار رو کرد؟ این جنایت از جانب مقامات حفظ حقوق باید به مردم شرح داده شود یا نه؟ اگر طبق گفته شما این کار نادرست شدگی باشد، باید شرح داده شود باشد. عظیم برایت که حاضر شرایط نظامی، حالت نظامی تشکیل کردن در بدخشان نادرست است. این یک کوششی ترساندن چشم مردم است و کوششی سرکوب کردن مردم است و همین طلب مردم را که مردم طلب کرده ایستاده است که به ما شما جواب دهید که چرا گلبدین زیوبکوف وحشیانه کشته شد. مردم 3 روز در هوای سرما از 25 تا سنه 28 تظاهرات برپا کرد و طلب کرد که سبب قتل گلبدین زیوبکوف و 2 نفر دیگر شرح داده شود. مقامات روز آخرین وعده دادند که سبب مرگ گلبدین زیوبکوف را پیگیری میکنند و به مردم شرح میدهند. اما مقامات در همان گپ خودش، وقتی که مردم پراکنده شد، در همین گپ خودش گفت که تروریست کشتیم. با گفت که گروه متشکل جنایی در بدخشان تظاهرات برپا کردن. یعنی بدخشان خودش نزدیک به 300,000 هم اهالی ندارد، 5,000 گروه متشکل جنایی تظاهرات کردن. همین گپ مقامات یگان ریشه دارد، یگان منطق دارد. گروه متشکل جنایی تظاهرات کردن از 25 تا 28 نوامبر. یعنی 5,000 آدم را این تروریست گفت. 5,000 آدمی که از حق خودش طلب کرد و گفت که سبب مرگ گلبدین زیوبکوف شرح داده شود. انا برای همین برادر عزیز
ما شما رو با دقت گوش کردیم، حرفایتان رو گوش کردیم، حتی این فرصت رو هم پیدا کردیم که ترجمه حالتان رو هم گوش کنیم. تشکر به شما، تشکر زیاد که در برنامه شرکت کردید. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. اکا شوکت همون برادر همه جای هستن؟ همینجا هستن. حالا برادر حرفای خودتون رو گویید، خواهش میکنم. حرفای خودتون رو گویید. نه از سوال داشتم همین سوال همون وقتیم. مالش تیت. برادر همه جای سلام علیکم. سلام علیکم. اکا یک چی را میخوام بفهمم. همون یک گروه گفتستیان در همون ولایت بدخشان و گروه جنایتکار گفتستیان همون یگان مردم بدخشان آیا شکایت کرد که همین هم خیلی گروه در ما وجود داره. یگان مردم بدخشان شکایت کرد. در اینجا یگون کس به تو یگون کس شکایت نمیکنه، یگون کس گروه ده، یگون کس وای نمیکند. اینجا همینا خودشون از خودشون پیدا شدن، همین خیلی پیدا شدن از زیدی ممکن که گلبودین در حدی اونو نبود، نکه گلبودین در همون وقت، در همون ساعت، در همون جا نیتو غلطید و یا در تای دستی و یا هم خیلی غلطید. ممکن هم این خیلی شده باشد. این خیلی اون آدمو میگن کو وقتی که جمع شد کو میگن که نه وقتی میگن صبر کنید برادران، هر دوتون هم صبر کنید. برادر که از واتساپ زنگ زدید، بجز اینکه به این برادر سوال داشتگی باشید، به این برادر خودتون یگان گفتنی دارید؟ بله من خودتون حرفتون رو بگویید. اینجا چند نفر هستند؟ حالا استودیو پر شده است، 10 نفر نوبت پیدا شدن گپ زنیم. بجز اینها نفرانی هستند که وارد استودیو شده نمیتونن، چون که استودیو ما همگی گفتی گپا زل اجیدانی، یعنی اتاق انتظاری تنها 10 نفر به 10 نفر فرصت میدهد که وارد شوند. بفرمایید. من میخوام بفهمم که همون آدمی که همین آدمی که گفته است که یک گروه جنایتکار هسته، انا همون مردمی با همون منطقه یگان بار شکایت کرد که مولا هم خیلی گروه هسته بگیرن اینو گفته یگان بار شکایت کرده که همین میخوام بفهمم. بله. یگان شکایتی بدخشانی را شنیده یکا؟ شکایت‌های شما میدونید که در یگام در تمام جمهوری تاجیکستان در جایی که بدخشانی‌ها زندگی میکنن گوش کردین؟ گوش کردین؟ بله. از یک جهت از تمام جمهوری تاجیکستان، از خلق تاجیکستان بدخشانی‌ها چی فرقیت دارن؟ یک فرقیت دارن که اونا همش جنبه هستن، همش یگن. در یک جمهوری تاجیکستان پوسکای باید این خطلان یک شک بقپن، اگر با پلیسیا برن، با میلیسیا برن، اینجا میگن میلیسیا برن، بدخشانی همون قشلاق، همون رایون خسته پیش دری میلیسیا میوین. تاجیکان هم خیلی کارا هست. یک تاجیک شما را بقپن کو همه رفته در کنج خاناتان، در درون آغلاتان بجا میشین. بدخشانی ها یا در یاوان یا در قمسنگیر یا در پنج، در یک جا اگر یک انسانی همونو را اگر بازداشت کنن برن در میلیسا که او را نه اینکه گناهگار پروستا پدازریوتش کنن، خلق 50 کسان، 100 کسان، 200 کسان، 300 کسان، همه خلق اومده گیردی همون ملیسا را جمع میشوند، همون آزاد میکنن. در تاجیکو، در ما تاجیکو هم خیلی هست. سایم زیویف و نفری که از واتساپ زنگ زده شده، سایم زیویف رو پایین کردن. نفری که از واتساپ زنگ زده شده، حرف خودتون رو گپ زنید. یگان چیز خودتون گفتنی هستید؟ آقای شوکت گپ زنید. آخرون سوال هم برادر دارم. نه سوال نه، حرف خودتون، حرف گپ خودتون رو دارید؟
نسبت واقعی همین روزه وضعیت همین روزه در بدخشان یگان گفتنی خودتون رو دارید؟ گفتنی من همینه که برادرای لوبوی منطقه کدام منطقه نباشه با مردم بدخشان باشین. تمام اینا کما گفتنی هم. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. حکومت ظالمه. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. سید سلیموف بفرمایید. سید سلیموف. پیش از شما چیزی را آگاه کنم، همجا با نام عبدالله یک نفر وارد شده بودن، به ایشان ما حالا نوبت نداده خارج شدن. اگر مبادا با اظهار خفگی بیرون شده باشید وارد شوید، حتما به شما بدون نوبت فرصت میدیم که صحبت کنید. سید سلیموف گپ زنید. صحبت وارد شد. تشکر به شما. تا اینکه فهمید که صحبت برای چی ما شما را پایین بکنیم و به دیگران فرصت میدیم گپ زنن. شما آگاه شوید که صحبت برای چی. عبدول گپ زنید. بعد از عبدول زنگ. سلام علیکم و تشکر. سلام علیکم برادران. من چی گفتن داشتم چرا که قضیه معلوم است در بدخشان بسیار یک وضعیت بی‌زیب است، از وضعیت غیر چی هست. ما همه مردم مهاجران یک خواهش داریم که چرا که در بابای دانه کرده بودیم ویدیو ابراشنی کردن در کنند. بله. ویدیو ابراشنی کرده جمع کرده یگان رهبر گروه 24 همین را جمع کرده هر روز پرتوتن در کن نیم ساعت که همین و مادر برادر عبدالرحمن و برادرهایی که دستی کردن بردن و آدم‌هایی که کشته شدن و آدم‌هایی که در یک وضعیت متشنج چی دارن قرار هر روز شرطش نیست که همون ویدیو همون چی باشد، فقط همون یک پیغام یک چی همین گفتن در کن هر روز اقلا همین نیم ساعت همون هر یک کس ایروی انصاف ایروی وجدانش برآمده دفاع کنه ای وطن ای بدخشان ای زنهای بدخشان ای زنهای تاجیکستان دفاع کردن در کن. این قضیه که روز با برادر ما رخ داد عبدالرحمن لونو این یک روی راست قدر قیمت زن پس کردن است. روی راست یعنی که اینها بین چخیر اینها با گپ نیو با عمل قطعی میگن که ما چخیره که فورامو همون خیر در سر شما حکمرانی میکنیم در عمل یک امورم باید در عمل یگان کار کن. ما فقط با گپ قطعی میبینیم که وضعیت اومد ترکیجا اومد رسید یعنی ما را عمل کردن در کار به عمل ما را کشته و نیست نابود کرده سودیم ببایم. بله درست. یه جای عقب شینی نیست، یه جای عقب رفتن نیست برادر. همین کم ترک یک از برای الله، از برای وجدان، از برای ایمان مسلمان کریم، از برای آدمیت کم ترک بیدار شد. مردها میل زنها را برده در زندانها محکم دارند. بله تشکر زیاد به شما برادر عزیز. زنده باشید. تشکر زیاد. نفری بعدی را گوش میکنیم. بفرمایید. از واتساپ. حالا صبر کنید برادر، ما از واتساپ گفتیم. از واتساپ انشالله بعد از واتساپ شما از واتساپ نفری که زنگ زدید بفرمایید. الو ما این خیلی انتظار شده نمیتونیم. نفری که در استودیو هستید پامیر بفرمایید. سلام برای برادر و خواهران عزیز. برادر خیلی خود ما هم میدونیم وضعیت در بدخشان چه خیلی، وضعیت در همه حدود تاجیکستان چه خیلی خود ما میفهمیم و ما میدونیم که ایام بدتر با میشود، ایام بدتر میشود. این میگن یک ای بدتر میشود تو کی همیرا من نمیدونم تو کی ما همه ای را انتظار میشیم تو کی همین قوتلو را ما امجد میمونیم که امتری دولت و سرمو را خم کنند. این تری باید نباشد برادرو. وقتش از بدخشان هم با شما همه این ظلم گم کردن در کوره. بخدا و قسم یک نرمال نودم مونیم
نرمال خود این فرق نیست او بدخشانی و خطلونی و دیگه این همه در کسات میکنه اینا مادرها را محکم میکنن برادرای نرمال را میکشن کسانی کمکک خیستند و چوپلوسی نمیکنن کمکک سومدار شدن یا کمکک چه امین هم در بوی و در دیگه چیو خیستن چوپلوسی نکنن اونا را محکم میکنن این کسانی که بلوگرایی که راست میگن راست را پخش میکنن اونا را میگیرن محکم میکنن این توکه هم تری میشود برادرو خودتون بینی بله درست است. سرجم خیزیم یک روز در مدت یک روز ما همشونه میبریم پروستان کمتری چی گفته مثل همه پروستا گمشون میکنیم تمام دیگه همه چی سوز میشود فقط یک روز بر اومدن در کاره اینا یک روز معین کنه همه ای لبوی جوی جهان باشد همه مو میویم من اونجا ده میویم در برش مو میستیم اگر نباشم تفلمی نکنید و روی ما ده میویم میشینیم تا مردنم و اونجا ده میشینیم تا گم نکردن یا امانو دم یا مردن مو در برنامه روز پنجشنبه به فکرم شما برآمد کرده بودید در جواب به سخنرانی چند نفر از نفران از کلاب به فکرم شما برآمد کرده بودید بله نمیدونم نه برادر به فکرم بسیار خوب یک نفر مثل همه شما برآمد کرده بودن حالا همین ویدیو رو داشته باشیم مونید یک بار یک بار مونید همین رو تماشا کنیم احمد تماشا بینون عزیز همینجا از همین سخنرانی همین کس الهام گرفتم من قریب سخنرانیشون یخیل است شاکر قد من برای همون توقدارایی که از طرف از نام کولاب گپ زدن و همون یاد سخن میخوام بگم اگر اجازه شود با همون خیلی آدم از طرف ونجم دین نکردن همین خیلی ابرشینه یا 5-6 کس برای همه میگم که ما را نترسونید مردم بدخشان اگر میترسید از یگان کس و از یگان چی ما با همین روز نمی اومدیم ما غلامی را یگان بار چی نمیکنیم قبول نمیکنیم ما از مردن هم یگان ترس نداریم ما اگر بمریم ما شهید میشویم پیش الله برای که ما وطن خودمون محافظت میکنیم مادر و خواهر خودمون محافظت میکنیم بعد همین خیلی مردن هم برای ما فخر است باور کنید بعد شکستن پامیر که میگه پامیر یگان بار یگان کس نمیشکند محمد باقر بهترین از بهترین ها است لیکن اگر خدا نکند یگان گپ بوای شود یا معنی امیره نداره که تمام پامیر شکست محمد باقر نپیر و نپسلیت نی ما امی خیلی آدمو داشتیم و با میشوند و با میمونند بدخشان بود و میموند امیره بدانید بعد برای میگم که ما را نترسونید ما از همه نزدیک برای خلق پامیر این خلق تاجیک است ما یک خلق هستیم لیکن امیخی کارون نکنید التماس برای فکر بچه خودتان نکنید فکر خانه های خود نکنید غلامی را که شما بدوش گرفتید این معنی اون ندارد که ما او را بگیریم ما یک در همون کوه زندگی میکنیم همون شیرچای ما میخوریم لیکن ما غلامی را بدوش نمیگیریم امی را بدانید منتالیته مردم پامیر دیگه است یگان بار کسی که به پیش ما به خوشی میآید به سلام میآید ما چیزی که داریم به وی میتیم لیکن کسی که به طرف ما به جنگ به سلاح آمد ما یک پامیری قطعی خود 30 تا میبریم با میگم که ما در شهید کسی با سلاح رفت مردم را از درجت میکند او از درجت میکند میگم که ما بعد به همون مردن ما هم خودت فکر کن ما پیش الله میریم چی جواب میتیم ما از حفظ وطن خود از دفاع خانواده خود لیکن شما که میآیید شما بعد پیش الله میرید چی گپ میزنید شما چی کار کردید امیرا بدونید گفت همون پوتین ما بیش میرویم لیکن شما بعد دوزخ هفتمین دوزخ میسوزید با برادرها به خوبش میشود که خودمون تاجیکستان خودمون یا دولت خوب کنیم که بین ما جنگ جدال نباشد ما طرفدار جنگ جدال نیستیم
حالا ببینید این نفر پامیر برادر ببخشید اینجا شما الهام رو آوردید من از برنامه پیشینه یادآور شدم حالا آن کس هم همنام شما بودن اما صدایتان فرق میکند گفتن که ما به خاطر حفظ دیارمان حفظ خاکمان آماده هستیم جانمان را قربان کنیم حتی شهید شویم به شهادت برسیم اما طرفداران جناب عالی چی میگویند ما عسکران خشکگرد جناب عالی هر وقتا که جناب هی گفت ما به خاطر جناب عالی آماده هستیم که جانمان را فدا کنیم یک بار مونید منطقی اصلی دو نفر همین بیسون چهار تا پشتی همه یک چهار تا جنایتکار همین آدم میگی همین روز یک جامعه تیج رو میبره امروز بایی درجه آورده رسونده باید مردمی بدخشان باید شیواره نگیرن در ولایت قانون باشن باید که این آدم ها نزد قانون را جا بودن یکی اگر پای این مردم باید فراموش نکنن مثال ما خلق کلوب هیچی نداشته ما تاجیکستان را آرام کردیم ما مثال گپ بزنیم ما ترسوندنی نیستیم برای ولایت قانون برای که باید همین قانون تنجی باشه آرامی باشه عسکرای پیاده‌گرد جناب عالی در کلوب در تاجیکستان در شهر کلوب مهم این رهبری استاد رستم نبی قدی ما هم وقت تیاریم که هنوز وقتی که دولت حکومت ما را دعوت میکنه ما تیاریم یک گپ هم این عسکر خشکگرد امام علی رحمان بوده است کدام وقتی جناب حیب گرفته است اون برادر گفته است که من منطقی دو نفره گپش بینید این نفره که حاضر گپ زد ما عسکر خشکگرد جناب عالی گفته بچه‌اش را با دست خودش پرونده کشتگی است برادر عزیز من فرزند خودش را با وحشانیت به دست خودش پرونده کشتگی است در آزادی است فرانت خلقی فرانت خلقی حالا در آزادی است به دهان این نفر گپ موندند حالا ببینید دو نفر گپش از همدیگر چقدر فرق میکند کیه با صداقت گپ میزند حرفایش را خودتان برکشید پامیر برادر دوامی گپتان را بگوید بعد انشالله که صحبت را ادامه میدیم پامیر برای این ابرشه نی وبشه برادرای کلوب دخل ندارد اینو به خدا قسم یک بار خلق خیست اینو همشون اسپریت میشوند دیگه گم میشوند به خدا قسم یک بار امی چی میگن ترستون بشکنیم و تمام یک روز تمام همه اینو گم میشوند یگون کسی دیگر همین لشکر پیاده‌گر نیست دیگر مال برادر ما وقت زیاد نمیگیرم دیگر رو برادران زنده باشید پامیر زمیر بفرمایید سلام علیکم برادر علیکم السلام و رحمت الله و برکاته من زوده ولایت مختار کردستان بدخشان میباشم برادر من از نام خودم و از نام تمام مردم بدخشان برای شما تشکر میگویم و با تمام مبارزان تاجیکستان تشکر میگویم چون که ما امروز دیده استیم چه خیلی برادران ما از دیگر منطقه تاجیکستان و از خود مردم بدخشان از خود بدخشان دفاع کرده استودن ما سالهای پیش برادر فقط توقعی رو اسم کردیم چون که عملیات های سالهای 2012 2014 2018 ما توقع و تنها بدیم امروزا باشد ما هزار بار شکر میگیم که تمام برادران ما از تمام تاجیکستان و در قبط مردم بدخشان استفاده کرده است ما با یک سر و یک جان و یک مش باشیم برادر این رژیم خانوادگی رو از بین بریم من 20 دقیقه پیش وزیر در تماس بودم در خود شهر خود بچه‌ها قد گپ زدم مردم اما طرفه تیور دیده است یگون کس قفو نمی رود مردم ایجون بیزور کردند در پامیر в этот раз будет как бы решительная борьба. Чхели командир Мухаммад Бокир гуф ни шагу назад. Мо аз ноябрь соли
2020 دیدستیم که این قاتلان، این بیوجدانو، این نامردو به سر مردم بدخشان چه خیلی ظلم کردستند. گلبدی نکشتن، باز دو همکشلوق گلبدی نکشتن، ابدا کسی دیگر هم مجروح کردن. بعد این کورو اودساو بچه را باز زندان کردن، ولی قاتلان گلبدین و دیگر کوروی کردن در بدخشان در آزادی گشته هستند. بعد گلبدین ما دیدستیم برادر چهارشنبه رسی زکات کرده بردن. بعد چهارشنبه 12 ینوار سال روان یکی از مردان شهرمردان بدخشان امردین علواشویف رو روی روز دزدیده بردن به تاجیکستان. بعد یک ماه شکنجه ما دیناخ اما شویدار شدیم که با فیلم خودسرانه را نشان دادن از طریق تلویزیونی بیناموس بدخشان برای مردم بدخشان. امردین علواشویف مرد بود و مردم میموند. لیکن اما برای چاپلوسا میگم که تلویزیون بدخشان کار میکنند، خداوند بزرگوار شما را شرمنده در دنیا میکند. امروز ما شده هستیم که در این ارونزوده و با سر کماندیر محمد باقر و 6 کس دیگر رو طلب کرده استند. این دفعه مردم ما چه میگن تیاره. ما از 2012 را دیدیم چه ما را فریب کردن، 2014 را دیدیم چه فریب کردن، این 2018 را دیدیم ما را چه فریب کردن، این با 2020 مردم در میدان ریخ ای اومدن ابیشات کردن که مردم خونه را ما اما یه حال میکنیم، یگون پرابلم نمیشه، کسی گناهگار جو بخوش میشه. ما دیدیم یگون کمیس هیچ معلوم نشد. این 79 روز ده 80 روز ده خود بدخشان اینترنت نیست. ما دیگر بای حکومت خودکومه یگون باور نداریم. خلق تیار است، خلق میخزد پروست. اما برادران تاجیکستان یک خواهش برادرانه، اما چیزی که شد در لبای تاجیکستان آوازتونه بلند کنید، خیلی نشینید. ما اگر خیلی میشینیم طاقت میکنیم عذاب بیرون شکنجه ای پگه من بدخشان دیگر میزن، پگه دیگر میکشد که رفته میگیره. 30 سال پرالژات کرده است، بس نیست ایکو. اخرون برای امو برادر سایم زمایف که در افیر بود که برای در بدخشان غم دادگیند تو سودای و مرا خیلی جمعش نگید جو جینوت کورو 2008 سال خیلی میتینگ بوده. 2008 سال برادر شوکت میتینگ در باره فروش زمین تاجیکستان به خطاب در همون میتینگ خدم ما اشتراک کردم. این برادر بر میگه مرا کپیدند، مرا غم دادگیند. ما برادر یک گپ زنم که همین 5 انگوش برابر نیست در هر یک ملت، در هر یک اوله، در هر یک قشلوق، در هر یک اولو یک تای دتای بقل پیدا میشه. خیلی نیست که خیلی غم دادگی ما نمیدن، پروستم خیلی گپو میکنن بین مردم فتنه میاندازن. ما امروز با یا مش باشیم یا برادر باشیم. برای شما کجا صحت باشید، سلامت باشید، در امان خدا باشید. تشکر زیاد. امیدوارم دیگر ما را هم پیگیری میکنید. استاد شمس‌الدین سعید به برنامه خوش آمدید. زنده باشید. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید. بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما برادر عزیز و تمام آواز ما هست؟ صداتون خیلی خوب است. بازم عرض ادب و احترام میکنم به تمام برادران دستاندرکار در این معرکه خیر برای دفاع و هم راهی با مردم عزیز بدخشان و از شما هم برادر عزیز برای این دعوت تشکر میکنم. راستش انسان وقتی که نوارها را میبیند به اختیار در یک فضای همراه میشود که باید هر یک این جمله های این گفتشته ها رو فکر کرد. خیلی از این صحبت های هستند که از قلب انسان های جگر سوخته بیرون می آیند و گاه هم می شود صحبت هایی که انسان ها در یک واقعه یا تصادف پیش می آید اونها یک خاطرات ناخوب می آرند. اما به عوضی برادر سایم زیایف که یک خاطره ناخوش از بدخشان گفت، ما از همگی 3 یا 4 سفری که با بدخشان داشتم واقعا یک خاطرات بهترین را داشتم با
به زمین که ما وقتی به خاروق اولین مراتبه رسیدیم تقریبا ساعت 1:30 شب بود و با همراهانمون که اکی سید عمر بودند اکی شانعیم بودند وقتی یک آدرس سراغ کردیم و تا اونجا رسیدن ما چند مراتبه با جوانها با اشخاصی که در کوچه ها بودند عجیب این بود که اون شب ساعت 1 شب بود ولی مردم از کجای می آمدند و می رفتند و اینا با بهترین برخورد با ما راهنمایی کردن و حتی یکی از اونها پیاده بود و خواست که منزل یکی از شخصیت های معروف بدخشان برادر شهید امام نظر را راهنمایی کنند او چند دقیقه حتی با ماشینمون ننشست که ما را مزاحم نشود و پیش پیش ماشین ما رفت و اون منزل را راهنمایی کرد و ما خاطرات خوبی از اونها داریم و در زمان هجرت اولی مردم مهاجر در سال 92 به افغانستان هم مردم خاروق واقعا مردم بدخشان و مخصوصا مردم خاروق از تمام افرادی که در این از مسیر خاروق به افغانستان هجرت نمودن حتی همون وقتی که بعضی اسمهای بعضی اشخاص را برده می شود که اونها را فرماندار و سردار گروه جنایی میگن شما باور کنید اونها به دستان خودشان می رفتن از خلیب زواد اونجا نان خلیب می آوردن و به این مهاجرا تقسیم میکردن این را تمام مهاجرانی که از مسیر اونجا گذشتن و مهاجر هم 1 نفر و 2 نفر نبود و این تعداد زیادی از مردم بود و اینا همه شاهدی میدین که بهترین مناسبت را از مردم بدخشان در اون روزهای وزنین دیدم. اما باز میگردم به نوارهای صحبتی را که از طرف یک گروه مردم که از نام بچهای کلابی صحبت میکردن از فرانت خلقی اولا تشکر میگم از جوانانی که از برادران کلابی که صحبت کردن برآمد کردن و گفتن که اینا شخصی هستن که اصلا نه یک اعتبار شخصیتی در بین مردم دارند و کسی هم اینها رو نمیشناسه. حتی یک شخصیت معروف مثل ایشون عبدالستار گفت من چندین نفر رو پرسان شدم تا اینکه یک معلومات بعد از اینها پیدا کنم که از و اینها وقتی که به اینها نظر میندازی اولی باید بگم که نمیدونم چندین سال هاست که هر زمان در وقتی پیدا شدنی یگان حادثه ها در تاجیکستان این گروه به نام فرانت خلقی پیدا می شوند و درک از خود میگن. من میگم که اینها به اختیار خود نیستند، اینها هم اعتباری ندارند، ولی اگر اینها یک کمی ناموس و شرف داشته باشن اونهایی که دعوا از پیروان فرانت خلقی میکنن یک به خود نظر اندازن که اونها حتی برای حکومتی که به سر قدرت آمد به خون آنها به کوشش آنها آنچنان زود نادرکار شدند و آنچنان اینها رو از صحفه‌های رادیو و تلویزیون و مقاله و همه جا برداشتن و حرفی از این حکومت حرفی از فرانت خلقی نمیزند، اونها رو به خاطر هم نمیارد. اینها رو حتی حکومت اینها رو یک ننگ داغ میداند برای خودشان و کوشش میکنند که از اینها هیچ خبری نگوید گو که وجود نداشتند. پس اینها یک کمی باید فکر کنند و بفهمند که اینها بازیچه بیش نیستند. اینها که آبروی اعتبار خود را در بین مردم ندارند، پس چی خوب می شود که یک کمی به خود بیایند و از این بازیچه شدن ها دست بکشند. اما در مقابل اون نواری که الان شما گذاشتید تفاوتی دو صحبت رو ببینید. یکی خود را پیاده نظام یک شخصیت میداند، یعنی پیش که یک شخصیت میداند، و یکی از رسیدن به نزد پروردگار صحبت میکند و از سوال و جوابی در نزد پروردگارش میگوید. سطح تفکر و جوهر سخن رو و جوهر اندیشه رو ببینید. یک انسان به قول محمد اقبال لاهوری نشان میدهد با اون خوی بدش که از سگان خوارتر است. من ندیدم که سگ پیشی سگ سر خم کرد. این کس تا اون درجه پس است که افتخار میکند که من پیش که یک انسان هستم، ولی این جوان میگوید که من برای دفاع از مرز و بومم، از خاک وطنم
برای دفاع از ناموسم، برای دفاع از مادر و خواهرم مبارزه میبرم. بگذار که باقی رو مثل منها به شهادت برسیم، ولی با افتخار میروم به سوی پروردگارم و میگم ای پروردگارم، من برای حفظ منافع ملتم، برای حفظ مرز دولتم، برای حفظ آبروی خانوادم، ناموسم، مادرم، خواهرم، فرزندانم مبارزه کردم و به شهادت رسیدم و به نزد تو آمدم. و میگه که من در اونجا شهید میشم و این با سربلندانه با افتخار این حرفها را میزند و خطاب میکند که اونهایی که در راه یک شخصیت میرن، در راه یک شخص میرن، بگذار او برایشان فرمانده باشد، پیشوا باشد، اونها به کجا؟ اونها یک پیشگی هستند که هر گاه اونها را استفاده میبرند. اگر چند در اون نوار دیده هم میشود که اونها را از کجای آوردن. نوار مثل همیشه ساخته شده است و از هر جای چند تا کلاه آوردن و به سر گذاشتن، یک نوار کردن و باز هم شخصیت های به اعتبار به پس خود رفتن. در اینجا میخواهم یک تذکر هم برای اصلا مردمی عزیز، جوان مردان شریف کلابی بگویم که برادران، شما میبینید که شما میدانید که در شهر کلاب یک زیارتگاه است به نام زیارتگاه امیرجان یا مزار سید علی حمدانی که مردم زیاده همیشه برای زیارت میرن اونجا و حتی حاکمان تا سطح بالا و اینها وقتی در اونجا میرن گویا رحمان. بله، من نوار رفتن خودشون رو ندیدم ولی شنیدم. حتی اینها میرون اونجا زیارت میکنن. اینا تا اون درجه یعنی یا خود را به نادانی میزنن یا نادانن که نمیدونن کی را زیارت کردن در اونجا. ببینید سید علی حمدانی که متولد قرن 8 هجری قمری و 14 میلادی است، در همدان تولد می شود و واقعا یک عالم خیلی بزرگ است که نفوذش و مریدانش، شاگردانش تا قاره هند و آسیای میانه و خودی منطقه ایران و افغانستان و پاکستان اونها نفوذ کرده است و خیلی هم شخصیتی با علم و داعی خیلی بزرگ بود و آنچنان نفوذش زیاد بود که حتی شاهان دور، حاکمان اون محل ها حساب می بردن از گفته های او و از صحبت او، کوشش میکردن که در مقابل او مشکل پیش نیاید که در اون زمان دور اولی قوت یافتن حکومت تیمور لنگ بود در اونجا. حتی میگویند وقتی که تیمور لنگ احساس خطر میکند از جانب این سید بزرگوار، میگوید که پیام میفرستد یا دعوتش میکنند که شخص شما مثل که در سرتان فکر حکومت داری به سرتان زده است، آیا این درست است؟ ایشان با یک وقار میگویند که من این قدرت و این حکومت اینها را گرفتم، به یک استخوان تبدیل دادم و فرستادمش در یک در جاده و سگ لنگ آمد اون را صاحب شد. یعنی اینشون خیلی قوی بودن و ترس نداشتن و مردم برای آنکه ایشان همیشه در مقابل یک حاکم دیکتاتور ظالم بلند می و دفاع از مردمی مظلوم برای دفاع عدالت میکرد، اون را لقب داده بودن میر. حتی در بعض کتاب ها منبع ها او را شاه همدان میدانند. شاه میگه خودش رسما شاه نبود، پادشاه نبود، امیر نبود. بله، اصلا نه امیر بود، نه میر بود، نه شاه بود، ولی اون همتی که هم این برای عالم های امروزه درباره های ما هم یک درس عبرت است. این انسان با وجود داشتن
مریدهای زیاد و وفادار برای او، چون که او ایشان همان قدر عالم بزرگوار بودن و همان قدر وفادار با عهدی که در خدمت مردم باشند و از عدالت در حق اون و از ناحقی هایی که در حق اونها از طرف شاهان میشد قد بلند میکرد، با صحبتش، با ملاقاتش با اونها. از همین جهت این عنوان مردمی بود برای او که میگن حاضر که میگن که حضرت امیر جان، یعنی امیر، این امیر و در بعضی منبع‌ها شاه از طرف مردم برای دفاعش از حق و گفتن حق و ایستادن در مقابل پادشاهان ظالم داده شده است. اینهایی که خون مردم رو امروز میریزند، مردم رو ظلم میکنند، دست به دیکتاتوری میزنند و میروند برای زیارت اونجا، یک چیزی خیلی مسخره است. ولی مردم کلاب باید بدانند که بزرگی این مرد که با روایت های زیاد که مریدان زیادی از منطقه خودمان هم داشتن و بعد از دنیا گذشتنش رفتن، از مرزها گذشته جنازش رو آوردن، به خاطر همون عدالت خواهیش بود. پس اگر شما واقعا احترام از این زیارتگاه و از این بزرگوار میکنید، میخواهید که همچنین که در مردم است که مثلا روحش از ما راضی باشد، روحی چنین بزرگان فقط با پیروی کردن از اعمال نیکی آنهاست و در صورت میر سید علی همدانی برای دفاع از حق و عدالت است. و این چنین البته شوکت جان ما دیدیم که بعد صحبت این فرانت خلقی که اصلا به اونها هیچ کس احترام نمی کند، نه حکومت، از رنگ روشان بیزار است. اینها جوانان زیاد و مردم زیاد از خطلان زمین بلند شدند و گفتند که ما با مردم بدخشان هستیم و از حق و حقوق آنها هرچی بتوانیم دفاع میکنیم. مردم بدخشان برادری ما هستند و ما هیچ این آدمایی که هستند هیچگاه نماینده مردم کلاب نیستند. من که یک چند مدت عمرم در کلاب گذشته است، من میگم که واقعا اینها هیچ نمایندگی از مردم جوانمرد و غیور کلاب کرده نمیتوانند. این تاثیر بود از اون صحبت هایی که از این دو نوار دیدم. ولی همین که امروز یک جوانی بدخشانی امروز آماده است الکی کفن در بدن بگیرد و برود در اعلان کند که من از روسیه بلیت گرفتم، میخوام بیام و برم از مرز و بومم دفاع کنم تا اینکه در نزد پروردگارم شرمنده نباشم، این حرف خیلی حرف تکان دهنده است. این واقعا همون جوهر بلند انسانی است. پس ای حکومت، شما شکست خورده. شما نه تنها روحیه اینها را نشکسته، بلکه با این عملهای نوجوان مردانتون، با این عملهای به اندیشتون، به خیردیتون، به خاطر حفظ نمودن یک منصب یا قدرت موقتی، با شما این جوانها رو بردید به نقطه بالای کمال انسانی که او در انتظار خوردن روبرو شدن به پروردگارش هست و او جوابش رو هم حاضر کرده است، آماده کرده است. این شکست بزرگ مردم است، حکومت است که در مقابل این مردم انجام دادن. برای همین هم با استفاده از این منبر شما میگم که امروز البته صحبت های قبل از این شما گذاشته و در نوارها دیدیم که از یک طرف جوانها در تمام دنیا، مردم خصوصا مردم بدخشان هم بلند شده استند، دفاع میکنند و خود را با خاروق یک جایه میدونند. در مقابل این شخصیت های برآمدند که میگن ای حکومت روسیه یا یک حکومت دیگر ما را از ظلم حاکمان خود نجات بده. ببینید از این دیگه شرمندگی بالاتر بالای یک حکومت نیست که مردم از او بیزار باشن. پس حالا هم و سری وقت است که دست از این فکر جنایتکارانه بدارن. اون طرف تمام مرزهای تاجیکستان در خطر است الان. اینها آمدن یگانه مرز بدخشان با چین را که که واقعا اینها سنگر همین بچه ها هستند و این خبرهایی پیدا شدن که باز هم یک قسمت را به چین فروختند و پایگاه های نو زده می شود و مردم بدخشان صدا بلند میکنن که نه ما از مردمون دفاع میکنیم و نمیخواهیم که زمین های ما فروخته شود. با جای اون که اینها فخر کنند که ما چنین
جوانمردها فرزندهایی داریم که برای دفاع از مرز و بومشون آمادن تمام زندگی آسایشته خود را در خطر بیاندازند و از مرز و بوم یعنی از ناموس همین حکومتداران دفاع کنند. اینها میان در مقابلش نشان میدن که نه ای مردم، ما اون شخصیت هایی نیستیم که شما بیایید دفاع از ما کنید. ما واقعا خارترین و ذلیلترین انسان هستیم که برای منفعت دو روزمان همه چیز را میتونیم بفروشیم و یک قسمتمون میشیم پیشکی و سرباز پیشی فلان و یک قسمت دیگرمون میاییم دست به سنایپر میزنیم، دست به سلاح میزنیم و به قلب و جگر یک برادر بدخشانی ما دیده میدوزیم و میخوایم که اون را، این جوانمرد را که حرف خود را میزند و اون جوانمردی که آماده است برای وطنش جانش را از دست بدهد، ما میاییم تیر به طرف او، کمان به طرف او راست میکنیم. از فرصت استفاده برده ای اون کسانی که امروز سلاح به دست در روغ در بدخشان هستید، به سر انصاف بیایید. این ناجوانمردی را نکنید. شما بازیچه دست اون سیاستمداران و حکومتی که مردم خودش را میخواد برای منفعت ها، برای کرسی کوتاه مدتی که در اون نشسته است از دست ندهد، میخواد مردم را به تیر بکشد، به خون بکشد، مادر را به داغ شهادت فرزندش مشغول بکناند، کودک را یتیم بکناند، خانواده را ماتم زده بکند. شما دست به این کار نزنید که این آه مادر، این آه فرزندان از گریبان شما میگیرد. شما هم مادر دارید، خواهر دارید، فرزند دارید. من شخصا نمیخوام که هیچ کدام شما همین درد را، همین علم را که مثل مادری گلبدین دارد، این صداهایی که او میشد به خانه شما هم بیاید. اما این عملکردها، این کارهایی که برای بالای یک هموطن خود، یک همشهری خود می روید و می بینید که حکومت و هر اشخاصی که از این عملیات ها دستگیری میکند چیزی برای گفتن ندارند، دلیلی برای گفتن ندارند، جز آن که بعداً سیر آشکار می شود که یک وقتا محمد باقر در مرز پیش راهی کاروانی مواد مخدر را گرفت که نیاید وارد خانه های مردم تاجیکستان یا دیگر کشورها شود و مردم مواد مخدری شوند و مردم از بین بروند. یعنی یک انسانی که مرز را پاک نگاه می دارد و میخوان جنایت هم بود است که پیش راهی تجارتی یا خانواده یا حکومتداران را گرفت. پس معلوم می شود که آنچه هم که در قرقیزستان مرز قرقیزستان میگذرد و میگن که اگر حکومتداران بخوان او را تنج کنن همگی 2 ساعت است، ولی در اینجا باید از منافع تجارت خانوادگی چشم بپوشن. پس شما تو چرا باید بازیچه دستی آنها بشوید و چرا باید بروید دست به خون هموطن همشهری خود بزنید که مخصوصا به این جوانهایی که او آماده است و میگه من آماده هم پیش پروردگارم بروم شهید شود و این را به خود افتخار میدونم و میدونم که پس از ما هم، پس از باقر هم صدها نفر دیگر بلند میشوند و از این مرز و بوم، از این خانواده دفاع میکنن. اگر شما شرف دارید، جوانمرد هستید، در پهلوی این جوانمردها قرار بگیرید، نه در پهلوی آن بین‌الملل و بی‌شرفانی که میتوانند برای منفعت خود دست به هر کاری بزنند. ببخشید شوقت جان، سلامت باشید. فقط اینجا من در همون پهلوی شما یک دست دخت بدخشانی را میبینم، شاید جوراب باشد یا یک اون چیز. بله. سببش چی باشد که در پهلوی خود گذاشتید؟ من را واقعا الان از جوانی که در اونجا تاقی تاجیکی و پرچم و بعض از کشور هست از اونجا گرفته. اما این یک خاطرات دارد. این عیناً در همون روزهایی که شهید گلبدین به شهادت رسید، ما منزل یکی از مهمونی منزل یک خانواده بسیار همشریفی بدخشانی رفتیم و پس از نشستن صحبت کردن وقتی که از اونجا بلند شدیم، این خواهر، این مادر به ما این را هدیه کرد، گفت که بیرون سرد است، این جوراب های ما خیلی هم برای پوشیدن در فصل سرما مناسب است.
این را به من هدیه داد و وقتی که منزل آمدیم نمیدونم از کجا این فکر پیدا شد که این برای آماده کردن این جوراب حتما زحمت دستی مادری بدخشی است که این را انجام داده است و به خاطر همه مادران بدخشی و به احترام خاصتا مادری گلبدین شهید که که آنها هم از این جوراب ها می بافند دیگر به خود حق ندانستم که این جوراب رو به پای بکشم و به خود قرار دادم که انشاءالله همیشه بماند در منزلمون همچون یک یادگار از زحمت مادران و خدا کند که دیگر مادری بدخشی هیچگاه درد و تلخی از فرزند و از پسر و از پدر جدایی را دیگر نبیند و بتونیم در روزهای شادی این بافته ها رو استفاده کنیم. ولی فعلا همچون یک رمز به احترام مادر گلبدین و مثل این مادرهای دیگر که داغ شهادت فرزندها رو چشن میخوایم که در جوام ایران من واقعا هم مخصم اینجا در پهلوی خودم ماندم که نه شاید شما هم ببینید شما توجه کردید سیرش در همین است. تشکر زیاد، سلامت باشید، زنده باشید. تشکر زیاد، یک درس خوب گرفتیم. حالا از میر سید علی حمدانی هم از تاریخشان آگاه شدیم و دونستیم که برای چی امیر بودند. تشکر زیاد به شما استاد عزیز، سلامت باشید. تشکر با شما، زنده باشید. یک زنگ از واتساپ قبول بکنید. الو الو بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنگ واتساپ ما شما رو گوش میکنیم. الو سلام علیکم آقا. و علیکم السلام و رحمت الله. گپ زنید برادر. برادر بسیار گپ در اینجا رفته است. منم در اینجا گفته کدامو که بسیار گپ دارم، بسیار سخنو دارم و برادر فقط کمتر بلندتر صحبت کنید و زودتر که اینجا خیلی ها برای انتظار هستند. مالی برادر. من سخنو ما همه اکیو در خودمون هم خیلی گپا رفته است. مثلا همین قدیما گپ زنیم و برادر ما هم در همین جوان همان در تشویشن. صداتون نمی بیاید. خواهش میکنم شما یک بار مسئله خوب کردن همین موج اینترنت رو دیده برای تا این سایم زیایف چند بار وارد شدن میخوان چیزی اضافه کنند، این کس رو گوش کنیم بعد از آن باز نفران دیگر. بفرمایید. با یک بار دیگر شب خوش. من همین رو گفتنیم. بله من این برادر را گوش کردم. این برادر بسیار سخنهای نغز گفت، سخنهای خوب گفت، لیکن این سخنها همش تاریخند. حاضر ما در عصر 21 زندگی می‌کنیم. این عصر 21 است. از شما من همین خیلی با شما یک چی دارم که شما باید که در هر یک ناحیه چی در بدخشان، چی در ونج، چی یک تایی باید ژورنالیست داشته باشه، همکار داشته باشین که و یا پدپول در تلفن در چی باید شما در همیشه سیومکه کنه، عین روز، عین ساعت، عین منوت چی کرده شما دا وارد کنه، شما دا روی کنه. این خلده یگان کس نمیدارد در این استودیوی شما گپای نوتوری گفتن، گپای یگان وابشه تماما در تیما داخل ندارد گفتن. شما уже доказательства دارید در همه جو. این من نمیدونم этот самый برای حق گفتن باید منطق در کارای چی در کارای کی. حالا ببینید منطقی صحبت کنیم. نگاه کنید در داخل تاجیکستان چند رسانه های مستقل هستند. از پلوس هست،
نمایندگی دارد. مثلا گریم رادیوی آزادی هست، بعضی از نشریه ها مثل فرش هستند، SSR هستند، چند روزنامه های دیگر هستند، رادیوی هستند، تاجیکستان، تیراز و هکذا چند رادیو هستند. همه اینها در داخل تاجیکستان خبرنگار دارند، اما مناسبت با خبرنگارهای رسانه ها چگونه است؟ حالا به بدخشان راه نیافتند که آنها یک خبرهای ابیکتیوی از جای حادثه به نشر رسانند. چی رسد به ما که در خارج قرار داریم؟ انا اکاجان وقتی که شما در داخل مردم یک تا وای پوسکای باشد، مردمی باشد و یک دهقان باشد، نه که کاری خودش کند، وقتی سویتسکی سیوز وقتی چی وای در تاجیکستان من در مقاله ها خونید، در اینترنت خونید، یک تراکتوریست که در تاجیکستان 40 سال تراکتوریست بود، روس بود، نه که وای کنترازویدکا بود، نه که وای 40 سال در تاجیکستان تراکتوریست بود. انا شما بینید اینا نخود که ما در همین خیلی کار، در همین خیلی وضعیت، در همین خیلی چی پروگرام همه چی را سازدوات کردیم، در همونجا یگام انسان، یگام آدم رند وای باید خودش نشان ندهد، وای باید چی نکند، هر وقت همون به حد زندگیش پول شگیرد، نه که کاری خودش دوام دهد. چی در بدخشان، چی در ون، چی در ختلون، یه همگی ممکن چند تا 10 آدم در کار، بسیار در کار نه، 10 آدم در کار، نه خود که ما اتفاقا 10 آدم چی کردن نتونیم. حالا برادر عزیز بسیار بخشش، این گونه آدم ها در داخل تاجیکستان ما زیاد داریم، معلومات ها زیاد میرسن، حتی ما نمیتونیم از آنها نام بگیریم. شما میفهمید این رو؟ شما نام نگیرید، شما در همین نفرهایی که حاضر ببینید چند معلومات هایی که به ما اومده رسیدگی هستند و ما در اینجا گفته ایستاده ایم، اینها همه معلومات های مردمی هستند. رسانه های داخل تاجیکستان که در داخل تاجیکستان اکریدیتاسیون دارند و جای حادثه راه نیافتند. وضعیت تاجیکستان رو ببینید. شما از اولی گپتون که باری اول صحبت میکردید سر کردید، گفتید که شما شاید تاجیکستان رو ندیدید، نمیدونستید. برادر عزیز، با تمام احترام برایتان باید بدونید که وضعیت در تاجیکستان این است که یک خبرنگار نمیتواند آزادانه کار کند، آزادانه خبرهایش را نویسد، از جای حادثه خبر کند. حالا ببینید برادر عزیز، وقتی که رسانه آزاد نیست، رسانه که آزاد نیست، وقتی که مردم به خبرهای مخالفین تکیه میکند. نه گوش کنید یک سکند. وقتی که خبرنگار چی نیست، در اونجا خواهش میکنم گپ رو نبرید برادر، خواهش میکنم. وقتی که مردم به خبرهای مردمی تکیه میکند و در رسانه ها تنها خبرهای مردمی شنیده می شود، تنها آوازه ها شنیده می شود، به گفتی مقامداران کشور، به گفتی حکومت کشور. در این حالت حکومت باید از خودش گله کند که خبرهای ابیکتیوی نشر نکرده است. از جای حادثه باید از خودش گله کند. تلویزیون بدخشان را به یک تلویزیونی چی میگوید اگیتاسیونی تبدیل داده است و در اونجا تنها چیزهایی گفته می شود که حکومت می خواهد. صدای مردم را برو، یک خبرنگار داری تلویزیونی بدخشان، برو به بین مردم چی میگوید اون رو نشر کن. اینجا نوردین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو میگوید که کمیته تلویزیون و رادیو باید سیاست دولت را پروپاگاندا کند و وقتی که سیاست دولت تن کمیته تلویزیون و رادیو به این فکر است، این فکر خودتون میدونید تقریبا سیاستی 30 سال پیشنگی فکری اتحاد شوروی، یعنی کمیته تلویزیون و رادیو اگیتاتوری سیاسی دولت است. تقریبا 30 سال پیشنگی اندیشه امروز گرفته برده ایستاده است. با همین اندیشه های سیاسی 30 سال پیشتره، تقریبا 40 سال پیشتره، امروز حکومتدارای ما حکمرانی کرده ایستادند. شما چی گفته ایستادید؟ از این زیاد مصیبت می شود برای مردم، از این زیاد مصیبت می شود که حتی در روز مصیبتش حکومت پرینسیپی سیاسی خودش را ببیند یا منفعت خودش را در آن جستجو کند. در مصیبت مردم
حکومتی که منفعت خودش را جستجو میکند آیا حق معنوی در رأس کشور بودن را دارد؟ ندارد. اونجا مردم در حال مصیبت است، در حال مردن است. یک کمیته تلویزیون و رادیو که وقت مردمی نیست، وقت جوابگو به کشور حقوق بنیاد و دموکراسی نیست، در همون مصیبت مردم هم منفعت خودش را جستجو میکند و از پی منفعت های خودش میشود. پس منفعت های سیاسی یک دایره حکمران آیا میتواند منفعت مردم باشد؟ در حالی که مردم مصیبت دارد از مصیبت مردم برای خودش منفعت میجوید. میتواند از اینجا منفعت ملت وجود داشته باشد، آینده ملت وجود داشته باشد. ما میگیم که نه، این احمقی است. چگونه از مصیبت مردم، چگونه از کم کاست مردم شما به خودتان منفعت جستجو میکنید و آن را منفعت ملی میدانید؟ منفعت یک دایره معین، یک دایره معین حکمران چگونه میتواند منفعت ملی باشد؟ نمیتواند. پس وقتی که نمیتواند، این احمقی است، این ظلم است، این استبداد است. باید از این دست کشیده شود. تلویزیون و رادیو در اختیار مردم گذاشته شود. هر یک خبرنگار برود فکر مردم را رفته در مابین کوچه بپرسد که نسبت حادثه بدخشان چه اندیشه داری، پریامای یعنی در پخش مستقیم نشر کند. دلی گرده دارید؟ جسارت دارید که فکر مردم را بفهمید؟ مرحمت به کوچه خیابان های باختر بروید، کلاب بروید، خود خارق بروید، خوجند بروید، نسازید، پریامای افیر کنید، هیچ کس را قبض نبیارید. یک بار بفهمید که دانشجو چی نظر دارد، معلم چی نظر دارد، دهقان چی نظر دارد، یک شخص کوچه گذر چی نظر دارد. میتوانید؟ نمیتوانید. میحراسید که افکار مردم با شما سازگار نیست. همین حراستان نشانگری آن است که شما مردمی نیستید. همین حراستان از آن شهادت میدهد که شما راهتان به سوی مردم نیست. شما میخواهید مردم غلامتان باشد. خستید که خوابید. هیچ وقت مردمی تاجیک، مردمی بدخشان غلامی را نمیپذیرد، نخواهد پذیرفت و تا امروز صبر و تحمل مردم را که یک روز نه یک روز شما به انصاف میبیایید، یک روز نه یک روز شما آدم میشوید، وجدانتان به کار میدراید، از این سوء استفاده کرده ایستادید. این شما را ارکه کرده است. این شما را به آن آورده رسانیده است که جسارت پیدا کنید، شجاعت پیدا کنید، هرچی بیشتر ظلم کنید، هرچی بیشتر مردم را غلام بدانید. بس است. بس است. این هیچ وقت مردم دیگر سر نمیفرارد. ارکگیتان سرحدش تا همینجا بود. دویدن گوساله تا کهدان گفتند. دویدن شما هم تا همین کهدان بود. دیگر هیچ کس به شما گوش نخواهد کرد. ببینید شما از مردم غلام تراشیده نید. اونجا استاد شمس‌الدین سعید یک مصرع از شعری محمد اقبال لاهوری گفتن من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. ببینید این اولش چگونه است. محمد اقبال لاهوری میگوید که آدمی از بی‌بصری بندگی آدم کرد، گوهر داشت ولی نظر قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی زسگان خوارتر است، من ندیدم که سگ پیش سگ سرخم کرد. یک سگ پیش یک سگ سرخم نمی کند. هرچند میده چه هست، سگ کلام میبوید یک بار ویغ کرده میگیرد، هیچ نه سرخم نمی کند. ممکن پایش رو کنده میگیرد، ممکن گردنش رو کنده میگیرد سگ کلام، اما سرخم نمی کند. امروز شما مردم تاجیک را، ملت تاجیک را از سگ بدتر کردید، از سگ بدتر میدونید. میخواهید صدای نداشته باشد، آواز نداشته باشد، سری بلند نداشته باشد، دایم در شکرانه کند، دستش پیشش بر باشد. هر جایی که شما میگذارید دست مردم پیش برش میکنید. بس است دست مردم رو پیشی برش کردن. شما خادم مردمید، حکومت دارن،
وزیران، کبیران، رئیسان کمیته تا رفته امام علی رحمان، شما خری مردمید. خری مردم. باید مردم به شما سوار شود، یک ضرب به دنبهتان بزنه، یک ضرب به کلهتان. وظیفه شما همین است که مردم را به قله بلند برده برسانید. به قله بلند پیشرفت برده برسانید. وقتی که شما تا نیمی راه رفتید، تنبلی کردید، نتوانستید مردم را کشاله کردن، گرفته بردن تا قله بلند، مردم شما را با خر دیگر عوض میکند. همین قدر از همین منصبتان، از همین وظیفتان همین قدر تصورات باید داشته باشید. از این زیاد نه. از این زیاد امبیتیتون را بلند میکند، شما بی‌مسئولیتی حس میکنید. از این زیاد شما را خاله بیغم میکند و خیانتتان به مردم سر میشود. همین شما منصب را قبول کردید، تا درجه پرزیدنتی می شما یک خری هستید که باید مردم را به قله پیشرفت برده رسانید. به پشتتان مردم سوار شود، زدن گیرد به این کلتک های مردم. وقتی که آدم بالای خر سوار شد، چند حقارتی هیچ کس به کردن نمیتونه، همین خرق به کرده رفتن میگیرد، میزند، میکوبد، خلا میکند. انا همون خری مردم حضور شمایید. به خلا چوبهایش باید صبر کنید، به کمچینهایش صبر کنید، به کلهتان زدنهایش باید صبر کنید، لیکن وظیفهتان این است که به بار گناهش باید به قله برده رسانید. عزیز دیگر شما مسئولیت ندارید، نه سرورید، نه جنابید، هیچی نیستید شما، نه اساسگزارید، نه پیشوایید، هیچی نیستید، یک خرید. تمام همین قدر وظیفه دارید، پرزیدنت باشید. هم وقتی که شما از همین یک خر خودتون را زیادتی فکر کردید، بسیار ضرر میبیارید به ملت. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو گوش میکنیم شما را. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کاش اوقات اول بس مو سلام میدیم، بعد با بیننده‌ای که مرا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته میشنون. انا یک چی گفتنی تیم خیلی نویش کوشیم. معنی اکایی که گاب زد که مرا در امیر غم بودن، اشی کردن فکران. امروز در بین کارکنان حقوقی جمهوری ترکستان یک شیوع است که اگر زبان گرفتن میخوایی بدخشان میاد. مقصد گپشون اینه که وقتی که برای به مقصد زبان گرفتن میرن به بدخشان، برای بعد به هر خطایی را میگن. مثلا یک کس پستای میکنن، انا این شیخ بعد انا به همین اینو را بعد هر کس بد میبینه. جو همه توجیه‌ها اینا همه توجیه‌ها در نزنه. امروز در بازار خورق در اشکوشین توجیه‌ها هستن، از سور هستن، از کلوب هستن، از خود بشنده هستن، بازار کار میکنن، سودا میکنن. اما کسایی که باید همون میورد که خیلی زنگ زنن مثلا بپرسن که دامن بازار خورق قطعا آدمایی که از طرف این طرف اومدن باید سودا میکنن، کار میکنن. خیلی از ماشین مردم قطعی خیلی است. من هم می‌پرسم خیلی هر بلابل هر بز هر چوبیز در جمعیت گرد میزنه دائما همه مردم توجیه که طرف بعد مثال میکنه یا که مرسیا میکنه که میگن که حق همه وقت حق است. در این وقت شکر نمیتونن به خاطر که همه وقت حقیم. بعد به برادرایی که به طرف مردم بدخشان هستن میگن که ما از بدخشانی حفظ میکنیم. شما از بدخشانی حفظ نمیکنید، شما از خلق خودتون از تاجیکستان خودتون حفظ میکنید. به خاطر که امروز تمام طرف دیگر طرف را هم را گرفتن، هم را ضبط کردن، جدی کردن. روز مقصد همین بدخشان اینجا مونده. همه را بفهمان اینایی که در طرف پشتی مردم بدخشان نیستن، این را بفهمان که بدخشانیان میکگده وجیزنی زداوت نکردن، نمیکنن زداوت. میکی که اما آدمایی که چوبروسی میکنن ایرا بفهمان که ای بد بدتر میشن. ایرا در کلاشون دماغشون جو بجین همشون. خب انا با همه برادرای گفتانیم که بخیرید همون وقت استاد همون مومنت استاد یک چی بکنید که همین مسئله حل شد. اگه بعد ای بدتر میشه.
رحمت کلام که شوکت میبخشید که وقت گرفتم به پناه خدا باشه. زنده باشید. تشکر زیاد. باز یک زنگ دیگر از واتساپ وایبر بود است. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. توزید برادر سلامتو. امیدوارم شما هم خوب باشید. بفرمایید. شاد رابط برادر ما برای شما تشکر میکنم. سلامت باشید. زنده باشید. با می برنامه تشکیل کرده خودتون از تمام مردم بدخشان برای شما یک جان تشکر زیاد میگم. زنده باشید. لیکن برای مردم یک پیامی که بوی بروز تیار هستیم. بوی برای موز در خود خور و خلق تیار است. در کل شود لبوی جوده میبرود. لیکن اما چخیل بگن که خفای باید نرویم. فقط با پیش. ای شما اترامانه یک خول شد برای جان. همه برنامه تونه تیز کنید. اگر وقت داشته باشه خیلی مجبور نمیکنیم. وضعیت ولی خیلی شده. برنامه با تیز سوان مردم در رویدم فکر خیده شد بگن که روز خلق متحد کنید یک ملک شود که در دن این حکومت ظالم بزنن که نیست بودم پیشو اکرام پیشو میشوام چوپروس ایکو خدا اینو را این شاید ولو چی میکند و خلق اما غولی میبرد یا حکومت مردمی تشکیل کند و این شاید ولو توجیکستان اینجا ورم بود شود. سلامت باشید برادر. زنده باشید برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. تشکر. اگر شوکت جان عاجل میخوام گپ بزنم. زنده باشه اگر شوکت. بفرمایید. همینجا یک برادر گفت ما مردم بدخشان میگیم. واقعا هم سال 2012 ما بچه خورد بدیم. مقصد سال ما نو سالی نبود. مقصد نو ای تاجیکستان برآمده بودیم گفتیم مقصد دانشجو بریم بخونیم. اما سالا نسبت مردم بدخشان ظلم زیاد شدگی بود. مرا مقصد همچون یک بنده مرا مقصد علم میکرد که ما قوی نداریم که مقصد از مردم بدخشان ما دفاع بکنیم. ما همچون برای همین ما کم ترک ما علم داریم که ما وقتی که شما نیاز داشتیم که ما دبر شما بستیم ما نتونستیم. برای همین امروز وقتی که ما گام میزنم که ما باید تمام چی قوایی که در خارج کشور قوای آزادی گپ زدن است نسبت مردم بدخشان گپ بزنن. این همچون یک مقصد خاص یک انسان است. برای همین ما هیچ وقت شما را مقصد جدا نمیکنیم از لحاظی که در برتون نتونستیم ایستاد نتونستیم شیده بچه های خورد بدیم. ایمی لحاظه همچون دیگه گپی که وضعیتی بود که ما نمیتونستیم اون وقت در بر شما ایستاد بشیم. خدا را شکر که امروز ما میتونیم با صحیح بگیم که ما در بر شما هستیم. انشالله در برتون میمونیم و با مقصد از شما با قیمت جان تیاریم که دفاع بکنیم. بعد یک چیز دیگر را گفتنی هستیم که همجا یک استاد شمس‌الدین با فکرم سخنرانی کردن. ما گفتنی هست خیلی مقصد مرده که مقصد با سعود بوده. خداوند صفی چنین مردای ما را زیاد بکنه. ما احترام خدمت نسبتی همه روشنفکران تاجیک ابراز میکنم و گفتنی هستیم که ملت ما نیاز امروز ملت ما نیاز و مردای داره که وضع را عوض کنم. امروز ما نیاز به وضعیتی داریم که ملت یک مشت بشوه. فرق نداره ما ای گجاییم نام من چیه نسب من چیه. ما نیاز به یک جایگی داریم. تا وقتی که ما حس نکنیم در دل خودمون حس نکنیم که ما نیاز به یک جایگی داریم ما به پیروزی نمیرسیم. برای ما فکری ما همیه که همه گفتی اوروسا استریاتیپ میگن همه استریاتیپ ما یک طرف بگذاریم دست جمعی را پیشه بکنیم. خدا ما را پیروز میگردونه. من امید دارم که ما یک روز به آزادی میرسیم.
وقتی که ما یک جایه شدیم به آزادی رسیدن ما به فلاکت ما را نمیرسونه. امروز اگر امروز اگر ما بفهمیم که ما در یکدیگرمون در کاریم، ما یکدیگرمون را دوست می‌داریم، ما به یکدیگرمون قطعی برادریم. مقصد حقیقت هم همیه، ما یکدیگرمون را برادریم. امروز اگر ما این چیز درک بکنیم، آینده در برای ما آسان میشود که ما بازیچه یگان دولت نمیشیم. ما یک دولتی میسازیم که دولت میباشه، آدما را، انسانا را به بالا و پایان کمبغل باید کنه. من فکرم همی است که شوکت جان رحمت کلام، من به تمام مردم تاجیک رسانیدنی هستم که اتحاد پیشه بکنین. بدانین که در اتحاد پیامبر صلی الله علیه و سلم در دست تجمعی پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال عمرش دعوت در صرف کرد که خلق عرب یک جایه بکنه. ما فکر میکنیم که امروز ما در وضعیت قرار داریم که بعد از 1400 سال ما در وضعیت اسفل سافلین قرار داریم. اگر ما را بفرمونه که در وضعیت اسفل سافلین دور بشیم، ما فکر میکنیم که ما یک آینده خیلی خوب پیدا میکنیم وقتی که ما وضعیت داشتگیمون را درک بکنیم و بدانیم که حرکت کردن به سوی اصلاح این پیشه مسلمان است. تشکر زیاد. خدا شما را نگهبان باشه. امید دارم که خدا ما را پیروز میگردونه ان شاء الله. تشکر زیاد به شما. عبدالله ابو احمد بعد از آن زنگ واتساپ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یکم برای مردمی که تماشا میکنن این نوار مراجعت کردنی هستم که همون نفری که از داخل زندان تاجیکستان مراجعت کرد و کل مردم تاجیکستان یا که بدخشان، البته اون نفر وقتی که نفر به دست دشمن میافتد هر گپی که میزند قبول نمیشود. باید که دانید آن چیزی که اون نفر تا در روسیه بود آزاد بود و حرفهای میگفت اون قابل قبول است و هر چیزی که بعد از که در زندان افتاد هر گپ‌هایی که بگوید او را باید که قبول نکنید و اون چیز سخنهای او شرح هم ندهید. این یک دروغ است برای اون که وقتی که انسان در زندان یا که در دست دشمن می افتد خیلی درباره انسان ظلم‌های گوناگون می شود، حتی که انسان به هر گناه اقرار شدنش ممکن و هر سخنها را گفتنش ممکن. از برای همین باید که ما طرفداری اون سخنهای این نفر که در وقتی که در آزادی بود با اون سخنها پیروی کنیم و آزادی مردم تاجیکستان را طلب کنیم و همه یک جایه حرکت کنیم که مردم مسلمان تاجیکستان کلا آزاد شوند از این ظلمی که امروز در این دولت تاجیکستان وجود دارد. در مسئله امروزه برنامه من گفتنی هستم که دهشت افکنی یا که دهشت پراکندگی این برای اون است که امروز این رژیم میخواهد که در بین مردم، نه اینکه بدخشان یگانه بدخشان، با این عملها میخواهد که کلی مردم تاجیکستان چی باشد در ترس و هراس زندگی کنند. در ترس و هراس میخواهند که با این ظلم یا که با این کشتار در دل مردم چی همون حالتی که بعد جنگ های 92 با دل مردم جا کردن این همون ترس با چیکار کنن وارد کنن. چخیلی که 10 ساله ها با ما چی میگفتن؟ یا بچم که صبر کن که کشتار نشود، خونریزی نشود، یا که صبر کن که آنهایی که حق گفتن اونها زندان شدن، کشته شدن، تو هم کشته میشوی. از برای همین ما امروز چند سال صبر کردیم و صبر تمام شد. باید که حقگو باشیم و اون نفرهایی که امروز در همین حکومت کار میکنن از همون وزارت های عدلیه و وزارت امنیت و وزارت کارهای داخلی و غیره، به اونها من خطاب کرده گفتنی هستم که یک بار تاریخ را نگاه کنید. مانند شما انسان هایی بودن که خیلی همون درجه های بلند داشتن، مانند بعد که نظام همون دولت دیگر شد، حاکمی دیگر آمد، اونها کشته شدن. حتی که چند قدر بالای مردمشان ظلم کردن. از یک اینها من به همین انسان هایی که امروز MVD و KGB
ҳамун гӯям ки меросхӯри ҳамун НКВД ҳаст. ҳамун раиси ҳамун НКВД вақти дар вақти Сталин чанд қадар мардума нобуд кард. ин Лаврентий Берия буд. вақте ки Сталин мурд, низоми дигар омад, чикор кард? Берияро гирифтанд, куштанд, нобуд карданд. барои чӣ? барои он ки он зулмҳое ки болои мардум оварда буд, ӯ тамом шуд. бояд ки ин ҳукумати нав мехост ки дар пеши мардум як иззат, ҳурмат, шараф, соҳиби шараф шавад. ва дигар нафаре ки буд, главар Смеш меган, ҳамун Смеш, ин Виктор Абакумов буд. унам гирифтанд. дар вақти Сталин инсони ба қудрат, бо қувват, ин қадар қудрати бузург дошт ва обрӯи баланд дошт. вақте ки Сталин мурд, чикор карданд? он нафарам нобуд карданд, куштанд. ва нафарҳое буданд ки баъди Ислом Каримов, ҷонишини ҳамун Иноятов, чӣ шуд? муттаҳам донистанд ва ба ҳукми абадӣ зиндон карданд. наход ки шумо имрӯз барои ин режимро муҳофизат кардан, шумо мехоҳед ки абадӣ дар зиндон умратонро ба сар баред, ё ки мехоҳед ки шуморо мардум бикушанд? барои ҳамин шумо хизмат мекунед? аввалин ман барои шумо гуфтанӣ ҳастам ки шумо дар он вазифаҳо барои Раҳмонова ҳимоя кардан не, балки аз маблағи шумо аз маоши, аз ҳамун налогҳои ин мардум аст. мардум боигарии ин мардум, аз ин боигариҳои мардум ба шумо маош медиҳанд. лекин шумо маошро мегиред, имрӯз киро муҳофизат мекунед? Раҳмоновро, оилаи Раҳмоновро. барои як оила ҳазорҳо, миллионҳо мардуми Тоҷикистонро чикор мекунед? Зулм мекунед. ва имрӯз мехоҳед ки ин мардум хомӯш бошанд, дар дилашон тарс бошад. ин чиз намешавад. имрӯз ки мардум бедор шуда истодаанд, албатта ки ин низом чӣ мешавад? як рӯз не як рӯз албатта хотима меёбад. албатта ки монанди имрӯз ба наздикӣ дар Қазоқистон ҳам шуд ки яке ки аз зиндониёне ки баъде ки ҳамин шӯриш ба амал омад, Назарбоев бо оилаш рафт дигар минтақа. лекин нафаре ки зиндон шуд, ҳамун нафаре ки буд начальники ҳамун КГБ ҳамун минтақа буд. имрӯз дар зиндон аст. ҳоли ӯ чӣ мешавад? худо медонад. аз барои ҳамин бояд ки бо мардум бошед, мардума ҳимоя кунед, аз мардум дифоъ кунед, на ин ки аз як хонавода ё ки аз як оила. ҳаминро ман гуфтанӣ будам. ташаккури зиёд ба шумо бародари азиз. саломат бошед. Ташаккури зиёд. Ванҷи, ҳамин Ванҷиро гӯш кунед, баъд занги WhatsApp, чунки ин кас хеле хеле аст, бечора чанд бор даромада баромадам. Ванҷи, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар, ман чанд бор ҳамин программаҳо дар бир омадам, барномаҳои сиёсӣ дар ҳамин гап задам. якумин гапи чӣ гуфтанем ки ман дар хонагиём дар ба мишиносо телефон кардан, навроро роҳӣ кардан, хонагиё аком телефон кардеса наёҳӣ доранд ки набро гап назан. лекин ман ҳамин ха гап мегӯям ки ҳамон одамое ки навро роҳӣ мекунанд, ман не толика барои хонагиём гап мезанам, ман барои ҳамаи шумо гап мезанам. чӣ хеле метавонам, ман омадам дар бари ҳамин бародаро муборизаро бурдаистам. чӣ дар дили ман ранги, ман ягон чида ман дохил нестам, ягон группада, ягон ман як шахси оддием ранги шумо. ин якумин гап май. дуюмин, Помир ин як мо гуфтим русо бояд глубже дальше нигоҳ кунем. ин кора ё просто накадесанд. ин кора ё мекунанд ки Помира битарсонанд, замини Помира фурӯхтаниянд, полни ҳамаша фурӯхтаниянд. оса оса ин уже доказат кард ки ин диктатор ки ин дар фикри халқ нестай. бовар кунед бародаро, не только бад Помира, вес Тоҷикистона мефурӯша, ранги цигано, бад локот, бад она уҷа ба пушаймони сахт мешем, бад мегем чӣ мо ҳамуҷа нахестем, ҳамин кора накардем. абача гиҷо даен шумо шерои нар, гиҷо даен шумо бародарое ки бояд вози мо историяда мемона ин гапи чап. мо бояд вози бихезем ки историяда ба бимона ки фарзандои шумо, наверои шумо биганд ки ҳо ҳамин бобиёи мо, отои мо вақташда хестанд, дар бари Помиро рост истодан, ин зулма ҳичи кардан натонист, ин диктатура гирифтан дафт кардан, як давлати худмона сохтем ки баъд ҳама уже озода уже зиндагӣ мекунанд.
бароям ҳамо бародаро ай кортона кадан видео ура ида итариш мекунам таришам бикунан ман медонам ки ман рисковат дорам ман медонам ки диктатура ҳамин хелай касе ҳақиқата гап мезана барои ӯ чӣ мекунам не ки бародаро ба номи Аллоҳ гӯ и дар фикри халқ нест дар фикри Тоҷикистон нест мефурӯша вес ватана мефурӯша ай дасти меояд ба и корошку агар мо хаб кунем дальше ҳам хаб бестем и коро анҷом медиҳем и 10 сол 15 сол не неми қарибида ку беватан мемонем ранги цигано ба дар мегардем пока дер нашидай мо касе наметона помир рафта митинг кунем ҳар як шаҳрҳои Тоҷикистон бояд мо митинг бихезем гап занем чӣ ба хабем чанқа хаб кунем ба номи Аллоҳ мегӯм ку пушаймон мешем баъд дер меша пока не поздно хестад действовать кардан дар кор зинда бошед и ҳамаш политика тош абдубоқир там и ҳама политика и ҳамида кардане ки халқи помира тарсондани шинондани накалени ба замини помира буфруша бефоида ӯ Китай ӯ Пекин ӯ бефоида рафтагӣ нест ӯ олимпиада ҳамаш дурӯғай и ҳамаш як политика то что мы должны знать поверхностно а уҷада ӯ маслиҳатошон дигар бале зинда бошед бародари азиз ташаккури зиёд ҳоло занг аз WhatsApp қабул мекунем пеш аз он ки занги WhatsApp-ро гӯш кунем ман ба ҳамин ҳарфҳои бародар як илова дорам дӯстони азиз гап назан гуфтан худаш ҷиноят аст зидди давлат гап назан гуфтан худаш ҷиноят аст чаро зидди давлат гап намезадаӣ давлате ки ба ту зулм мекунад чаро зиддаш гап намезадӣ сархам карда меистодаӣ ин гап дар куҷо аст ки гуфт ин гапро зидди президент гап намезадӣ чаро гап намезанӣ худаш мардум ҳамин қадар гап дорад охир ҳамин қадар ҳақ дорад ой ҳақамро биде ақалан гуфтан тавонад мардум ой ба ҳақам зулм накун ақалан гуфтан натонад ҳаминро нагӯяд накунад чӣ кор мекунад ин мардум миллат шуда мардум шуда шаҳрванд шуда чӣ кор мекунад ҳаққи шаҳрвандиаш ҳамин қадар аст як шаҳрванди комилҳуқуқ ҳамин қадар ҳақ дорад агар ҳамин ҳаққашро ҳам надоштагӣ бошад аз як зиндонӣ ки ҳуқуқҳояш маҳдуд ҳастанд чӣ фарқ дорад шумо байни зиндонӣ кади байни мардуми озод кай фарқ мегузоред ё ин Тоҷикистон як зиндони калон асту як калони бузург аст ва унҷа табақабандӣ шудагааст ҳама табақи бадтаринаш ҳамон зиндон ва карцерии шумо ва ин Тоҷикистон умуман як зиндони шумо аст бале дар инҷо одами озод гуфтани гап вуҷуд надорад ой мардум ягон зидди давлат гап назанӣ чӣ гуфта ту шаҳрванди комили ҳуқуқ ҳастӣ гап зада натавонӣ зидди давлат ба ватан хиёнат накун сири давлатиро ба берун бароварда нафурӯш накун ин корро байни шахсу байни ватан фарқ гузоред ин Имомалӣ Раҳмон ватан нест чӣ да зидди ватан гап мезанӣ хоини миллат Имомалӣ Раҳмон ватан нест тамоми командааш ватан нест инҳо мемиранд мераванд ватан мемонад мардум инҳо ватан нестанд зидди ватан чӣ да гап мезанӣ хоини миллат ой на Имомалӣ Раҳмон ватан аст на Рустам ватан аст на Озодо ватан аст на Саймумин ватан аст на Рамазон ватан аст ягонташ инҳо ватан нест инҳо мемирад меравад ватан мемонад аммо инҳо бо ҳамин кирдори рафторашон рафтан гиранд ба мо на ватан мемонад на чизи дигар ана ҳамин хел муҳоҷири дарбадар хокбарсар шуда меравем ҳоло 10 миллион 9 миллион аҳолӣ дорем ҳоло 10 миллион нашудем 3 миллион муҳоҷирми аз 3 муҳоҷир 200 дар Тоҷикистон мондааст дурустми дуруст 200 дар Тоҷикистон мондааст ба ҳамин аҳвол омада расидагӣ ҳастем пароканда сарсонӣ саргардонӣ муҳоҷирӣ дарбадарӣ хокбарсарӣ фарзандон зиндаятим модаро ба шабаш як бачаш дар Саратов як бачаш дар Екатеринбург як бачаш дар Сибир Новосибир як бачаш дар Владивосток анамин хел хаёл болиш пеш калле мемонад бечора модар аз Владивосток анамин хел Новосибир амин хел гузашта Иркутск
یکترینبورگ میگه دور زده میگردن خیالش. مادر تاجیک رو به همین حالت آورده رسوندگی هستیم. یک بار شما مادر تاجیک که 4-5 بچه‌اش مهاجرت رفته یک بار دردش رو گوش کنید که شما بچه حال آورده رسوندگی هستید. 5-4 بچه یک مادر اگر رسی رفتگی باشد، هر یک دوتایی سیتایی فرزند داشتگی باشد، شما از یک عائله 15-20-30 نفر را سرسان و سرگردان مهاجر دربدر کردگی هستید، فرزندانشان را زنده یتیم کردگی هستید، زن آنها را همسر آنها را زنده جدا کردگی هستید. های انصاف دارید شما؟ با به همین حال میخواهید که مردم جیم باشد، آرام باشد، شما هر احمقی به کلتان بیاد کردن گیرید، مردم را ترسونید، وحشت انگیزی کنید، وحشت پراکنی کنید. از این زیاد تروریستی میشود؟ این وحشت شما را همین ایگیلوفتا نکردگی بود. چی فرق دارد که همون پسمانده های زنهایی که از همون پسمانده های هجومی داعش ماندن در لگرهای سوریه و عراق شب و روز وحشت زده هستند؟ چی فرق دارد از همین مردم تاجیکستان که از شما میهراسند؟ چی فرق دارد؟ چی فرق دارد؟ در همه جا میلیسه رو بینی رفته راه رو بپرسی، میلیسه رو بینی رفته برای دفاع حقوقت مراجعت کنی، از نسبت یگان قانونی شکنی شدن حقوق ویران کنی شدن مراجعت کنی. در تاجیکستان میلیسه رو شهروند بیند موی سرش راست میشد، مرغکی بدنش میده میاد. مرد از این روزتون شما یگان دیوید اژدهار کرکدیل چیید شما که مردم را اینقدر وحشت زده کرده اید؟ امنیت گوید مرغکی بدن مردم میده میدست. بیا همین نومش نگیرید چی شینیم. یک تا میلیسه سرجانچه یا که پراپورشک یا که ملت لیتنن با کوچه گذرد پولی باسی همون نظامی تمام مادرها در بدنشون لرزه می در آمده است. چی بچه جنایت کردگی است، جنایت کردگی نیست، خدمت کردگی است، فرق ندارد. به این حالت آورده رسوندید. شما دیوید اژدهار چیت خودتون؟ اینقدر به این حالت آورده رسوندید که سرسری خانه همه درش به درش کلف زده برآمده رفته ایستاده است. این نشانگری چی است؟ به جای اینکه یک مشکلی به سرش در روسیه بیاید به شما مراجعت کند که من در غریبی به همین مشکلات دچار شدم، به جای این از بالای شما به پرزیدنت یک کشور بیگانه مراجعت کرده ایستاده. شرم دارید بیناموس ها. حالا دیروز گفتن همین خاله مریم بی شریف زاده در خط است، بسیار احترامش میکنم، اما وقتی که به پوتین مراجعت کرد من غشم اومد، بدنش زدم. همین خال بسیار حرمتش میکنم، همچون یک مادرم است، لیکن وقتی که به پوتین مراجعت کرد من غشم اومد. مرد شرمنده ها که تو را ماند تو پرزیدنت باشی، تو را ماند که نام تو رو کسی نگیرد، مردم به پرزیدنت بیگانه مراجعت کرده گردد. بمیرید از این روزتان. شرمنده بیناموس ها تا به این درجه رفته رسیدگی هستید. همین خاله مریم بی شریف زاده قبول کنید. الو چورو سیدوه بعد از زنگ واتساپ انشالله به شما نوبت میدیم. خوش آمدید به برنامه. الو سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم برادر عزیز و مهربان شوکت جان، خدا نگهبان همه شما شود. من میخواهم بسیار وقت شما یک کم استفاده کنم و یکم خیلی زنده باشید. تشکر زیاد به شما. اگر اجازت دید بفرمایید. تشکر большое. Я хочу несколько слов сказать об этом человеке, на которого сделали фейковые признательные показания. Вы знаете, не дай бог никому попасться в руки этим людоедам Министерства внутренних дел Таджикистана или же в Комитет безопасности Таджикистана. Видите, человек целый месяц пропавший был, когда вот именно, и хочу еще одну вещь сказать. Я поздравляю всех блогеров, у которых есть YouTube-каналы, у которых есть сайты, которые, вот как вы, Шавкатджон, делают такие передачи для народа, для людей и для всего мира.
чтобы весь мир знал, что творится в Таджикистане. Вот ваш авторитет намного превосходит авторитет официального президента Таджикистана, всех его силовых структур, всех его государственных полномочий. Это победа народа, это победа ваша, это победа всех людей, которые пострадали от Эмомали Шариповича Рахмона, от его диктаторской, как говорится, от его больше невыносимой правления. Сейчас, к большому счастью, почему я говорю к большому счастью, потому что многие, может быть, не знают, но многие знают, кто такой замминистра Наудионов Абдулла Санбеевич. Он родом из Рушана. Вот Худо-Рахмати Гульбудин Зиобеков и все памирцы только в его уважении из человеческих патриотических чувств поехали в Сагдийскую область, защищали киргизско-таджикскую границу. И вот в результате что вышло? Худо-Рахмати Гульбудин убит, это другие ребята оклевещены. Вот до этого Навдживонова был там Бузмаков, или как его сейчас, другая фамилия у него, он из Дангары. Вот все ваши передачи повлияли на мозг этого диктатора, что он послал туда Навдживонова. Но очень большая опасность Навдживоновым. Почему? Потому что он родом оттуда, могут сделать любую грязную провокацию и очерить его. Это один из честнейших людей. Поэтому я очень прошу всех граждан, проживающих в Горном Бадахшане, не бояться, держаться стойко. Это ваша родина, это наша родина. Ни на какие провокации не поддаваться, не верить в то, что вот заставили бедного этого Амридина, этого здорового парня. Видно, что он накачан наркотиками, видно, что у него готовый текст, что он читает. Видно по всему его лицу, как у него шевелятся губы, какие у него глаза, почему у него руки завязаны. Вы заметили или нет, руки у него были в наручниках. И то, что поставили ему монитор или суфлер, он оттуда читал, это никакой чести не делает Эмомали Рахмонову. До такой степени Амридина довели, что он, извините меня, оклеветал своего двоюродного брата Худо-Рахмати Гульбудина Зиобекова. Парвардигори Аза ва Джалла бачай Эмомали Шарипович Рахмонов ҳар бачаш ҳам Рустамаса, ҳам Самона анамихел ранги ҳама Гульбудин ҳатӣ бачаи дигари киштаги анамихел тир зада нобуд карда биёранд. Раз у них такой закон, раз государство нам дает такой пример, дай Бог, чтобы этот Эмомали Рахмонов и эта семья почувствовал на себе горе, страдания отца и матери. Как можно такими вещами заниматься? Убивать ни в чем не повинных людей, без суда следствия, проводить над ними, извините меня, все фашистские издевательства, и еще говорит о том, что они виноваты. У меня даже слов больше нет. Давайте помолимся за то, чтобы мы все с вами верующие. Худованди Карим, тамоми дуньора дар панош нигабон шава, хеджвах дар ягонджо и дуньо зулумоту джан нашава, тамоми калимахой хуб дар як калимай сулх аст ва тамоми бади дуньо дар як калимай джанга хусумат аст. Худо джанга хусумата бо ҳами ҷангадозону хусуматгарони Тоҷикистон бо сардори ҳами пешвои миллат Эмомали Рахмон айсари мардумо дур кунад. Ана вай ҳанами хеле унвонай, анами унвона халто даҷайса пешоби миллати Тоҷикистон. Барое ки дар хуни 1,5 миллион одам то ҳозир одам кушта шудай, вай ғарқ шудагиай. Вай ҳаққи одамгарӣ, инсонигарӣ, ҳаққи як секунд, ҳаққи як сония дигар дар болои ҳукумат эсоданаш мумкин нест. Саламат бошед. Да, вы знаете, я очень сочувствую
всем нашим братьям, всем нашим сестрам, матерям из горного Бадахшана. Это вот 80 дней они находятся в таком, знаете, экономическом, голодном, таком гуманитарной блокаде. Это что такое? Кто в мире такие права дает, чтобы отключить интернет, чтобы весь мир не знал, что там творится? Неужели весь Таджикистан это одно место, это один концлагерь или одна тюрьма, принадлежащая только семье Эмомали Рахмонова и его приближенных? Кто дал ему вообще эти права? Никто ему эти права не давал. А в этом мы все виноваты, потому что мы молчим. Раз мы молчим, проглатываем, значит, он еще хуже делает. Поэтому я очень прошу всех этих блогеров, всех этих ребят, которые имеют каналы, YouTube-каналы, и еще раз, я вас очень прошу, Шавкатджон, объявите, значит, у меня есть YouTube-канал Майрамби Шарифзода, наберите, пожалуйста, Интеграл ТД.орг. Там все мои выступления от начала до конца выйдут, и вы поймете, кто я такая. И за что у меня душа болит. در همین اکران نشون میدیم صفحه یوتیوبی شما رو انشالله. Да, я вас очень прошу, пожалуйста, и передайте Парандагой Мугодир, передайте Шерзамонову. Я очень-очень буду рада. И еще в заключение что хочу сказать. Что мы никогда не позволим сделать войну нигде в Таджикистане. И никогда не позволим ни один квадратный сантиметр нашей родины, любимого Таджикистана, продать этой продажной, этой фашистующей, этой, знаете, этому несчастному алкашу Пейшобу Милят, чтобы он продавал наш Таджикистан. Мы это не позволим. Мы все будем умирать, но свою землю, свою родину защитим всеми силами. Раз он всеми неправдами нас клевещет, раз он не всеми неправдами, фабрикуя все, нарушая все человеческие законы, против нас делает такие дела, мы будем только требовать свои гражданские человеческие права, право на труд, право на жизнь, право на улучшение благосостояния каждого гражданина Таджикистана, вот именно в Таджикистане, право на наши рабочие места. И право, чтобы 21 век идет, он отключает свет, нам отключает интернет, чтобы во всех регионах Таджикистана нашлись люди, которые могут сделать процветающее будущее Таджикистана. Амин, я рабиль аламин. А шмохович мне к нам, Ягон, Суоли, Дигар, Бамандоре, есть ли у вас какой-нибудь вопрос ко мне? من فقط از شما یک چیز پرسیدنی بودم، این هم همین است که چرا مقامات روسیه به دزدی‌های آدم دزدی‌های مقامات تاجیکستان شریکی میکند، کمک میکند؟ Я сейчас вам отвечу на это очень серьезно. Сейчас очень многие вот именно обратились с этим вопросом и ФСБ Российской Федерации, и в МВД. Почему? Потому что Эмомали Рахмонов и его сын, и дочка отправляют сюда, вот именно, как их называют, на 50% сотрудников, которые растворяются среди таджикских трудовых мигрантов в мечетях и везде. И они притворяются то таксистами, то еще кем-то, то нищими по базарам ходят. Вот поэтому вот их надо отсюда убрать. Вот буквально 10 дней тому назад к тем 42 человек еще привезли 47 человек, чтобы тамоми мардуме кидар Россия хасте эхтиот шаве одаморе ки намешносе хатиб вайо ягон гапу хабар нагве барое ки бине ки ино ҳамаш зархарид шудагиянд. И ҳайвоно мебиянд иҷа, шуморо мефурӯшанд, дар уҷа зану фарзанду модарои шуморо шиканҷа мекунанд, ҳамчун модари Абдурахмон 09. ҳам дар Мачито, ҳам дар куҷое ки мегарде, дар Фудсити, дар куҷо ки боше, Садоводда боше, Люблинода боше, дар дигар ҷоҳо боше, эҳтиёт шаве ки мобайни шумода провокаторҳои бисёра роҳӣ кардагиянд ба паспортҳои дизидагие ки даже паспортҳое ки ай посольство мечиҳанд ба фамилияи дига тоҷико ва ё ҷиноят содир мекунанд, баъд шуморо бисёр азову изоят метиҳанд.
من همچون یک مادر، همچون یک خواهر یا همچون یک انسانی که بسیار یک تجربه بوی دارم در این مهاجرت، خواهش میکنم فرزندای عزیز، برادرای عزیز، پدر و مادرای عزیز عیشتون احتیاط شوه. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. چهارراز سعیدова بفرمایید. Еще какой есть вопрос? تمام کردم من. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر زیاد. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. همه ما را خدا نگهدار شود. Амин. Ташаккур зиёд. У меня вопрос к вам. У меня вопрос. برادر عزیز ما ایشون از واتساپ زنگ زدگی بودن. کرویز خواهش میکنم صبر کنید. چهارراز سعیدова. سلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر به شما. ما حاضر شما برنامه شما قضیه من بدخشان رفته استای چند روز باز چند وقت چند سال باز جنگ راست این حکومت ما امروزه ظالم میخواهد که پامیر کتی تاجیکستان عدل نکند. وقتش به وحدت کتی تاجیکستان عدل نکرده بود. اینا کرده نتونید. اکنون قرالیارا کتی اسکنجه کتی ظلمش کتی راست پامیر کتی تاجیکستان عدل نکردن خواسته. این کارشان دیر نمی رود برای که این خلق بخیزد یک جای شود. این کارشان به خودشان یگان نتیجه نمی رود. راست خلق ما را ترساندگی می ترسد. اینا را ما می فهمیم، حس میکنیم. پامیر اوسترش 20 کیلومتر اوسینش کتای می شود. همین کتای به وجه 1% زمین تاجیکستان فروخته گه. کتای میخواهد که پامیر پول خود خودشان بکنه. فایده خودشان. برای که 20 کیلومتر اوسینش راست نزدیکی کتای وجه گرینسه کتای می شود. برای همون کتای خواسته است که پامیر عدل نکند و خودشان با بگیرن. وجه 1% نگرفت. ماندگیشان گرفتن خواسته است. حکومت امروزه ما اینا پای هستند که کارشان کار میکند. کارمند خودشانه فکر کرده است که این زمین این پامیر بفروشن و بگریزن. حلقه برای همون غلام کرده است، ترسانده است کارمند خودشان. فایده خودشان کرده است این کارا را. این کارا را خلق تاجیکستان طور که جمع شود، هم جمع شود، این عملش کار نشود. اگر پامیر از دست رفت، رنگ اویغورا با این ما هم غلام میشیم. حاضر غلام هستیم، خوش میشیم. رنگ اویغور میشیم. برای همون من 100% گفته میتونم که رنگ اویغور میشیم ما. برای همون ای برادران عزیز، ای خواهران عزیز، ای مردم تاجیکستان طلب میکنم، از شما خواهش میکنم یک جای شوید بخیزید. حق حقوقی خودتان طلب کنید. از ظالمی همین امروزه همین ملت. شما فکر میکنید که ما میترسیم. نه، شما نمیترسیم. پروسته شما را میترساند، یک تا میبرد، کنج زندان میکند. برای همه شما میترسیم. یک جای شویم ما را یگان کس یگان چی کردن نمیتوند. زورشان نمیرود. زورشان نمیرسد یگان چی را زدن با یک حقوق ندارد. آوازشان بلند کردن در حق حقوق ندارد. اینا کیه؟ اینا سرگوچه امام علی هست. امام علی گفتن به امام که زبانم نمیرود. این یک خرای، یک خوکای. پروسته این ظلمه فرعون است. فرعون گذرانده است. این مردش فکر نکرده است. این فکر کرده است که من نمیمرم. اگر فردا تو میمری وجه پیر شدی، برای درس وجه. تو فکر نکن که یک عمر زندگی میکنه. یک عمر زندگی کردن نمیتونه. این خط. این اویلای تو هم یک عمر زندگی کردن نمیتونه. فکر کن که تو همین خلق ما هستیم، تو هستی. اویلای تو هستی.
همین مناپول تو هسته نباشد تو شما هیچ کس هستین ما نباشیم برای همون یک کمتر فکر کن که کلت کمتر کار فرمان حلقتی همجهت شد حلقه کمتر اگه تو رحم کن یاردم کن کنج زندان نکن رنگ من با این ایکو زنکا بچه ها بسیار ایکو درون من اوین درون قبر باشی هم ایکو تو را نمیماند تنج خور رفتنم فکر همین نکن من یک تاش نمیمانم توی دشمن شدگی برای همون فکر کن همین را رنگ من با این ایکو خون جوشا بسیارم همین بدان تو ای خر قایلت سکای بدانم درون قبرستان بایم ایکو تنج خور رفتن به نمیماند این خلق همین فکر کنو کمتر اگر ایکو ظلم کمتر کن حکومت داره شمایم ظلم کمتر کنی اوجی بات اسا کن من گفتانم همین داشتم رحمت ایگان شما بند سلامت باشید. حالا از یکایی که شما تماشابینان عزیز که همین جا ما را تماشا کرده ایستادید یک خواهش دارم. خواهشم همین است که کسانی که به کانال یوتیوبی ما ابونه نشده اید خواهش میکنم ابونه شوید. ما میخواهیم هر چیز زودتر به 100,000 نفر برسیم و کسانی که تا به حال حاضر تگمه لایک را پخش نکرده اید خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید تا اینکه نفرانی که تگمه لایک را پخش کردن همین حال حاضر از 2000 بگذرن. حالا 1900 نفر شده ایم. خواهش میکنم همینجا 2200 نفر تماشا میکنید. خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید برنامه رو ادامه دهیم. تگمه لایک. سلامت باشید. گذشتیم. نفری بعدی رو پیوست کنید. پامیر گپ زنید. سلام علیکم برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. من شما را میشنوم بفرمایید. خب برادر شوکت ما میخواستم همین درباره همین اینترویو امردین برادر میگم من درباره همین امردین برادر که اینترویو داد کمک درباره همین صحبت کنم. مالش گپ زنید. اوزم است این همین برادر ما که چیزی گفت این گپو از وای نیسته. این گپو همون دارو میگوید که داروی درون وای داختگن و کول کردگن. برای که من از همین کار خبردارم. پیش از این پیش همون برادر ما اکای وای کلانیش در آمد و با همون یا شغال دیگه فراموزه که او مر بود پیشکی در خورو وای با وای مصلحت کردن که همین گپو را گفت اون نگفت. او گفت من همین کار را نمیکنم. بعد یو مجبور شدن وای را کول کردن. این او برادر همین گپو را گفت. ما مردم بدخشان وای یگان بار ایدار نمیکنیم. این عیب ما است که او بیچاره به همین حال آمد. ما هر یک فرد بدخشانی ایدار است که همین برادر ما به همین حال آمد. در موضوع همین میخواستم صحبت کنم. آقا زنده باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. سلامت باشید. نفری بعدی باز هم پامیر. Ассаламу алейкум, Ака. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Можно я по-русски буду разговаривать? Пожалуйста. Я хотел сказать, обратиться ко всему Таджикистану, от своего, от имени всех памирцев. И я хотел сказать спасибо вам и всех, кто нас поддерживает. И поговорить насчет ситуации вообще в общем в Таджикистане. В Таджикистане сейчас идут такие репрессии. Вот сейчас на очереди Памир. Эти репрессии были внизу, в Душанбе, в Гарме, и все люди, все как бы либерально настроенные люди, все уже находятся за рубежом. А те, кто находится внутри, даже не понимают, к чему вот это все приведет. Вот смотрите, мы вот 30 лет терпели этого человека, и к чему это привело. Да, мы сказали, лишь бы было, войны не было, лишь бы Тинджибуша. Но история показывает, что мы идем по пути государства, государств таких, как Ирак или Сирии. Понимаете, вот эти люди, которые сейчас меняют свободу на безопасность, они должны знать, что они причастны к тому, что вот их государство превратится в руины, понимаете?
они должны понимать, что чем больше они будут все это терпеть, тем ближе они повторяют историю вот таких государств, которых я сказал. Вот смотрите, сейчас показали Амридина, они хотят Мамадбокира вот так показать. Для памирского народа вот эти люди, они как бы дух, да, они нам показывают, что вот мы ломаем ваш дух. Я обращаюсь к тем людям, которые, как бы, как их назвать, они молчат, те, которые молчат. Вы будете молчать до того, как ваша страна превратится в Сирию или в Ирак. И вы будете в этих преступлениях причастны. И это ваша вина. Те, кто разговаривают, и те, кто не хотят, те, кто хотят, что вот это государство свернуло вот с этого пути. Почему вы не встаете рядом с ними? Почему? Я понимаю, что страх, но страх будет больше. Страх станет зверским. И к чему это вы думаете про будущее своих детей? Наше будущее это уже как бы мы уже прожили свой век. А нашим детям мы оставим, что мы им оставим? Сейчас идет операция по подготовке поля для транзита власти от отца к сыну. Именно поэтому давление идет на Памир, потому что только на Памире существует протестный электорат, который борется с этим режимом внутри государства. Внутри государства. Это последний рубеж, который остается в Таджикистане. Если вот это сопротивление будет подавлено окончательно, у Таджикистана уже не останется шансов на 20-30 лет, чтобы он стал нормальным государством. То есть и ваши дети, и ваши внуки будут жить в страхе, будут репрессированы, понимаете, и будут рабами в России. Тут был вопрос, почему Россия не вмешивается. Россия давно уже стала охранником, собакой Китая. Россию давно из Памира выгнали китайцы, давно уже, в 2006 году. Россия не поможет. Им только нужен, вот сейчас нашему государству, вот они почему не делают сейчас спецоперацию, они ждут какого-то шума там, например, они не успели, когда в Казахстане был вот этот шум. Сейчас они ждут, когда между Россией и Украиной что-то будет, и под шумок они уничтожат всех. Сейчас они начали репрессировать уже женщин. Мать, вот блогеров уже сажают. В какие ворота это лезет? Куда идет Таджикистан? Иногда заходишь, слышишь, люди говорят, о, Тинджис, вот Тинджи, Амоничхель, Таджикистан, Хубу, Зейбошидас. Будущее, у ваших детей будущего нету. Вы поймите, у ваших детей нету будущего. Кем они станут? Никем. У них ни здоровья, ни образования, ни дорог. Извините, я, наверное... Еще хотите что-то добавить? Да, я хочу просто обратиться к всем жителям Таджикистана. Вы с экранов телевидения говорите все, что мы вот любим свою страну, мы любим свой народ. Если бы мы любили свой народ и любили свою страну, мы бы разве вот так это допустили мы? Нет. Давайте уже начнем, давайте уже защищать свои гражданские права. Не имеет значения, ты узбек, ты таджик, ты памирец, ты откуда, вообще не киргизы даже у нас есть. Им все мы граждане. Давайте защищать свои гражданские права. Пока мы это не сделаем, у наших детей не будет будущего. Спасибо большое, Ака. У меня уже накипело. Извините. تشکر زیاد با شما نیست. حالا یک خبر از خود نام افسری در پاسگاه ایستاده در خاروخ به ما آمده رسیده است. من میخوانم مکتوبش رو، گوش کنید. میگوید که این حکومت در بدمان زده است، کی ما را جواب میداده باشد، رویم خانه هامان. مردم خاروخ با ما با خوبی رفتار میکنند، صحبت خوب میکنند،
و خوراک میبیارند برای نیودوبس و بخشش میپرسیم. فهمیده شدید؟ با جانشان تیر توپ و تفنگ گرفته رفته ها به حالا مردم خوراک میبردن، شبش خوراک گرم برده میدادن. این نوشته کوتاه نوشته است در همینجا. میگه در بدمان زدند اینها. حالا من حیران میشم که در خوراک اینترنت نیست. این آدم از کجا نوشته است؟ راست باشد دروغ باشد، به هر حال نوشته است از نام همین افیسرها نوشته است، از نام شخصانی که در پاسگاه ها هستند نوشته است. از این میباید که اینترنت در شخص های مخصوص بوده است یا نفرهایی که در همون جایهای مخصوص هستند اینترنت از این میباید که داشتند، یا اینکه این خبر از نام آنها دروغ آمده است. از هر دویش یکیش. اما به خاراکتر مردم خوراک راست میگوید. خوراک بردند، سالدات ها در حالتی گفته خودشان نیودوبس قرار داشتند. به سوی آنها رفتن، آنها را کشتن، مردم با آنها خوراک میکشونند. خوراک داده شدند، خوراک گرم. و گفتند که چی گفتند؟ مردم با ما صحبت خوب میکنند. صحبت خوب، مناسبت خوب کرده شدند. حالا که همون عسکرایی که شما برای چی الهام جان یعقوب فهم گپ زدن، من دو روز پیش در برنامه خودمان گپ زده بودم، برای چی شما از بلاروسیه عسکر بردید به بدخشان؟ برای اینکه مردم تاجیک در دلش رحم دارد، نمیتواند سوی مردم آسایشته تیر کشاید. او از بلاروس آدم‌های بردگیتون در اونجا تقان نداشته باشد، امک نداشته باشد، هموطن نداشته باشد، همدیار نداشته باشد، پران گفته میپراند، میکشد، میرود. به همین فکر اگر شما از بلاروسیه لشکر بردگی باشید، عسکر بردگی باشید، از شما دیده خائن‌تر دیگر کسی وجود دارد؟ امام علی رحمان، سیمومین، اوی رمضان نیهانی، اوی دراماتورگ، میرفتی آخر دراماتورگ باشی، هم دراماتورگت نوشته، دراما نوشته میگشتی، شعر میبافتی، تو می ارزی گفته. همین تو می ارزی بر اینها چند تا دیگر می نوشتی، وقت میافتی یک کلیات به نشر برسوندی نیهانی. همین یک فانتزیار شاعر که عموما وجودش را دیگه فانتزی فرا گرفته است، میتواند یک شخص نظامی باشه؟ نه. خیلی آدم های احساسی میشوند. شاعر پیروز احساسات، یک شخص های احساسی میشه. شاعر نویسنده اینها شخص های احساسی میشوند. من چندین یار دوست دارم شاعر نویسنده هستند، اکثریتشون شخصان احساسی هستند. بعضیشون یک چکنوتی هستند، فکر میکنی همین شعر مینویسته باشد همین، اما یک شعر مینویسد چون بهره میگیری، چون مزه میکنی که به هیچ گفته راست نی. شاعر احساسات، شخصان ایجادکار خوشن شخصان احساسی میشوند. اما یک نظامی آیا میتواند شخص احساسی باشد؟ نمیتواند. وقتی که از احساسات کار گیرید همه جا را ویران میکند. امین نیهانی همه جا را ویران کرده گشته است. شاعر، شخص نظامی، دو چیزی به هم راست نمی اومدگی است. یک نظامی وقتی که از احساسات کار گرفت همه جا را ویران میکند، همه را جا را برهم میدهد، خراب میکند. انا برای همین نیهانی میشد که رفته همین دراما نوشته، با اکتیورها فیلم نامه می نویست. این کارش راست می اومد. یک نفر از واتساپ زنگ زده شده است، قبول کنیم چی می گفته باشند؟ بفرمایید. الو. صدایتون کمتر پس است، حاضر می بینیم. الو.
سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. نه نازنین برادر سوزین آواز ما اومده است. صداتون خوب است، بفرمایید. برادر ما الان یک سخن کردیم برای می خلق بدخشان. ممکنه گپ زنید. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر ما برای می خلق بدخشان گفتنیم که مثال مقصد همین خیلی مشکل اومدگی به سر تو مثال انا گفتنیم که الله بگه که فقط از من طلب کنید یاردم، مثال فقط ما از من یاردم کنید. برای همین برادری که هستن و کدومی که گوش میکنن گفتنیم که انا علی میگن یا علی مدد میگن یا مولون میگن مدد. علی رضی الله عنه مدد کردن نمیتوند، مولون هم یاردم کردن نمیتوند، یگون کسی یاردم کردن نمیتوند بغیر از الله. من برای همین برادر رو دعوت کردنیم که یعنی یک تو پرستی رو بگیرن، فقط به الله تکیه کنند و دنیا و قیامتشون مقصد عبود کنند. و این که میگن یا علی مدد کنی یا میشود برادر شرک. الله در قرآن میگه که شرک گناهی وزمین است. الله شرک رو نمیبخشد، همه گناه رو میبخشد بغیر از کروم شرک رو الله نمیبخشد. برای همین برادرانی که مثل هستن توجیکستان برای همه قبول شد، مثل که همین چین هم دستگی فکر میکنه که برای شیعه است. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. پرستی اگر مشرک باشن میگوان یا امام زمان بگن یک میمریم همه بنده آوازتون کنده شده عزیز، خیلی جدا کرده، گوش کردنش مشکل. من جواب تامی برادر رمان از بدخشان. تشکر زیاد. نفر پمیر از استودیو گپ زنید. من خواهش میکنم به گپای همین برادر جواب لازم ندارد. من فقط به یک گپ میگم برادر عزیز، دین مذهب در جوش، این جوی دین و مذهب نیست. یا علی مدد گویم، چیزی که گویم این حق هر یک شهروند، هر یک انسان است. ما سراول انسان هستیم، آدم هستیم. دین من با دین تو کار ندارم، تو با دین من کار ندارم. من از برادر امون افسر گپ زد، من با یک گپ در امون موضوع بگویم که امون وقت سال 2012 5000 اسکر آوردن، دو شتورم کردن. امون وقت اسکرها بسیار اسیر افتادگی بودن، بسیار من خودم شاهد اولم که اسیر افتادگی بودن. امونا را خوراک دادیم، لباس دادیم، گرجدانسکی همه چی کردیم و گنرالوشان در زنگ که زدیم گفتیم بیا اسیر خود گیر و ران خود گیر. و گفت که من قطعی شما سلدات ندارم، سلداتوی من نزد من نما. اوس گنرال سلدات خود به گردن نگیرید. این خیلی چیه که برای همون مراجعت با همون افسران و سلدات هایی که همونجا رفتن بدونید که همین خلق شما هست، شما را استفاده میکنن، طرف خلق خود تیر نکشوید. التماس همین بود مراجعت من برادر عزیز. خدا حافظ. انشالله همش 100% میشه. انشالله. نظر بفرمایید. نظر. میکروفونش رو خاموش کنید. نظر بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وام برادری که با برادران بدخشان تاکید کرد که مدد از حضرت علی. خواهش میکنم یک دقیقه برادر عزیز از موضوع بریم. برادر خواهش میکنم. برادر نظر خواهش میکنم. منظور من فهم کو چی میگه. برادر عزیز یک دقیقه صبر کنید. خواهش میکنم. همین مسئله مذهبی بیاید به یکدیگر جوابگویی نکنیم. این نفری که برآمد ما هم همین را گفتنیم که حالی این مسئله نیست. ما هم همین را گفتنیم که این مسئله
مسئله رو خوب کنن نمونن این مسئله. این نفرانی که حاضر برآمدن گپ زدن این مسئله اینجا نیست اولی. مکتب شما نیست. هر چیزی که باشن برادر نظر هر چیزی که باشن ای خاک وطن ما هم. برادر یک دقیقه تمام. با این خوش بکنم میکروفون همین نظر پوی کن. برادران همین نفرانی که به توحید دعوت میکنید اینجا مکتب شما نیست. مردکید انا خیلی برنامه خو رو سازید، به توحید دعوت کنید، شرک و بدعت رو بفهمونید، عقیده توحید رو گپ زنید. یگان مشکل نیست، حلالتون بود. اما شما میدارید به غیجین مردم میرسید. درس توحید درس یک روزه نیم روزه 5 دقیقه برآمده گپ زده مردم میفهموندگی نیست. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. حضرت تو همین خیلی از توهین مرد از توهین نفرانی که به توحید دعوت کرده ایستادی از توهینش تر میکنی، تو رو قبول میکند؟ تو رو قبول نمیکند؟ ما چی گفتیم؟ ما همین مسئله رو گفتیم. من گفتم خاموشش کن. کسانی که به توحید دعوت میکنید برابر دانستن توحید خواهش میکنم یک مکتبی دعوت هم گذارید رفته که چگونه باید دعوت کرد، چگونه با مردم رو آورد، چگونه مردم رو به توحید دعوت کرد، به خداشناسی دعوت کرد. میلش توحید دانستن چیز دیگر رو، دعوت هم یک چیز دیگر است. اون رو دادن چیز دیگر است، دادن توانستن چیز دیگر است. بسیاری از عالم ها هستند یک کلمه گپی در قلبشون در معنی سرشون بودگی رو دادن نتونستن برده میروند. می حراسان که نادرست میتیم نطق ندارم مثلا گرین. بسیاری از نطقا هستند یک کلمه نوشته نمیتونن. بسیاری از نویسنده ها هستند گپ میدارن گپ زنی نمیتونن. نوشتهشون میبینی کیف میکنی. برادران هر کس کار خودش کند. همین 4 کلمه یاد گرفته که تو توحید به یک مردمی کشور دعوت میکنی. خیلی یک استاد رو آخه. کسانی که مکتب دیدگی هستند حتی حکم ما رو هم برآوردگی هستند گوش کنید ایستادیم گپاشونه. دانشمند گفته کانال خودشون دارن، صفحه خودشون دارن، حتی کانال های تلگرامی واتساپی دارن، یوتیوبی دارن، در همینجا دعوتشون کرده شدن. میداریم گوش میکنیم. اما اینجا بحث مذهبی نیست برادر عزیز. خواهش میکنم به انصاف بهتون خواهش میکنم همین گفته های من آخرین باشد. این مسئله به دیگه ایستاده نگذاریم و به مسئله برنامه یعنی به موضوع برگردیم. نظر دوام تید. برادر شوکت شما عصبی نشوین در موضوع رو دوری بعد نبرین. این مقصد همین رژیمی همین روزایی که میخواهد همون برادرای ما را از بدن ما دور کنه به همین تقلید و به همین نغمه. نه که ما باید که داده نشویم به این گپ و یا عضو ما هستن چیزی که هستن عضو ما هستن. ما باید زیدی و یا نبریم جدا نکنیم. مقصدش همینه که باید که با ما کانفلیکت اندازه بدبینی اندازه. اینه مقصدی. تشکر زیاد برادر عزیز. زنده باشید. تشکر زیاد. نفری بعدی عمر بفرمایید. سلام علیکم اکا شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کوروچ خیلی اکا. الحمدلله. همین چو بشه الحمدلله. همین چوپولوسایی که میگن میگن که امام علی خه اون خه چوپولوسو یک کم تا ایالو ترسن ظلمی بد کرده است تاجیکستان. این ظلم دیگه ای قضیات نمیشه. نمیشه بگم 1000 آدم شدیم اونجا. شما خدا به خبره اگر ایویس مادرای ما را اپاهای ما را برا محکم کنه به نام الله همین چوپولوسا میبرن همون چوپولوسشون هم میکنن نکن یا به ناموس شیده کنن به ناموس دیوس بر پدر همون چوپولوسان الله چوپولوسا یک کم تا الله ترسین استفا رحمانو استفا همین ای بایده ای چوپولوس میبروی قطعی همین اکای شوکت رزبار میکنی همین یگون گپی ناحق نمیگه. این همین دمی استودیای شما من یکم بار گپ زده شیر الله یکم
شما شیروی ما دقتی تونیم باز 10-15 نفریم گپ زده شده است. برای همون خمه گون که ای مومالی بس که دیگه ببرو برا و خوبی سالی 93 را خودت کدستی همین خودت مردم ها سالی 93 کدستی تماشا که ای سالی 93 دا بزرگ می شود همین اگر تا همین رفتارت باشه ای سالی 93 دا بزرگ می شود تو جه مردم از ظلمی بد کدین مردمی بدخشان این مردمی تاجیکستان این بیچی دیگر مادر عبدالرحمن این قدر این ظلم این چوپولوسا زورشون به زنکو رسیدستن به مردم نمیرسن به زنکو میرسن ای بای ای حکومتیو یک کم تا ای خدا بترسین شما را شیری مادر داد یعنی شیری خر یک کم تا ای الله ترسین حکومتیو خدا جزیرتون کنه یک کم تا ای خدا ترسین ظلمی بد ای وقتی نمیسود همی کار نبود نمیس بود همون قپید همون آدم نون میداد شما ای نمیس دگذرونده ایمان نمونده در تاجیکستان برکت نیست با میگه که مردم در روسیه خور زور نه این هم ایریان همون کلاغاوس او کلاغاوس دیگه 10 سال پرزیدنتی چیکار کردی چی کار کردی 10 سال پرزیدنتی این همی 10 سال پرزیدنتی تی 4 تا دوما در ایرپورت برداشتی 4 تا دوما در stole در کار نیست تی یگان زوادوی کردی در خیتای فروختی مونا خیتای در فروختی مونا الله جزیرت کنه الله هم خداوند رنگ خوب جان بته ای پدنالت اکای شوکت الله نگهبانت باشه در امان خدا اکا جان استعفا رحمانو همجا 20 کس همینجا 20 کس ششتگیم همه این همجا برادرای آوازتون برو ریست همه دونیم رحمانو های بیادبی نکنین ده همین اخیر با مادگین ده توبه کردم تماشا بینان عزیز ما نام برنامه را وحشت پراکنی نامگذاری کرده بودیم این وحشت پراکنی یعنی تروریسم است همین تروریسم تاجیکی به وحشت پراکنی میشد وحشت افکنی میشود چی فرق دارد که همین وحشت افکنی را در سطح یک دولت در سطح یک حکومت اجرا کنند یا اینکه در سطح یک نفران دیگر در سطح حکومت اجرا میکنی وحشت انداخته ایستادی بین مردم تو تروریست هستی یک وظیفه اساسی جان یک حکومت این است که به مردم حیات آسایشته را تامین کند که در آنجا مردم آسایشته بدون ترس بدون هراس زندگی کنند زندگی کرده توانند نگویند که میلیسا آمد از کوچه میلیسا گذشت از کوچه نظامی گذشت ابله آمد حکومتی ها آمد در به در گشته است به خانه شما هم آمد می در خانه ما زد از درون قلف کردم نکشادم هم تو بینم یک گروه حکومتی ها آمده ایستاده است برآمدم در را از بیرون قلف کرده به دیوار در آمده در خانه ششتم این گپ ها اومد ما پور است در ما هم تو میدیدین حکومتی ها آمده ایستاده است در را از بیرون قلف میزدن در آمده میشتین در خانه هیچ کس نیست کجا رفتگی رسی رفتگی همونجا باشند هم یعنی در سیمای شما مردم علاقه کی را دیده ایستاده است تروریست را در دل مردم این تروریسم را کی انداخته است وحشت را حکومت وقتی که شما دست به تروریسم زده ایستاده اید یعنی در قلب مردم وحشت و دهشت انداخته ایستاده اید شما علاقه کارناشایم هستید یعنی با این راه وقتی میخواهید که در سر قدرت بمانید یعنی با راه ترسانیدن مردم
با راه ترساندن مردم وقتی که در سر قدرت ماندن میخواهید شما جنایتکار هستید، نه حکومت دار، نه مسئولی حکومتی. شما جنایتکار هستید. شما نه یک افسر، نه یک کارمند وزارت کارهای داخلی یا کارمند امنیت. شما دست به جنایت، دست به تروریسم زده ایستاده اید. وای کمیته بانوان با همین دهشت افکن ها همراه شده ابله و میری که مادرها را گفتی نوردین سعید اکسپانسی رو بکنی. تو مادر هستی. رئیس شعبه بانوان ناحیه را به گروه مشترک ابله بچه خورک همراه میکردن. این میرفته است با مادرها گپ زده، وجدان مادرها رو عذاب تیونده، بچه‌شون میبرانده است. بعد این نظامی ها گرفته میرفتند. وای مادر، تو به همین جنایتکارهای دهشت افکن همراهی کرده شدی، 800 تومان معاش میگیری. همین مادر بودی عمرش تو رو دعای بد میکند. تو هم بچه داری، تو هم فرزند داری، به خاک پای فرزند زار میشی. در کیم کجای فرزندت حرام مرده میرود، در سری گورش رفته گریه کرده میگردی دوی بدی مردم گرفته. همین طور است. ابله میکنید دهشت افکنی، وحشت افکنی. به سوی مردم یک گپ زد، چند کسه قطار شده میرفتن. مجلسی دیهات، جماعت چیکارش چی گپ شده است؟ فلانی به صحبت مخالفین لایک مونده است. بمیرید از این روزتون. برای یک لایک در یک دیه مجلس بگذارونن. علی اولادش رو جمع کنید، خیش تبورش رو، اکاش رو جمع کنید، مادرش رو جمع کنید. میخیزند دیرکتوری مکتب یا کمیته محله پیشکی رفته میگوید ها گپ زند، گپ زده میرد دستتون پیش کرده، کلتون خم کرده ایسیت شد. همین گپاشون همینا گفته رود. ما با هم آسان ندارید، ما با مشکل اینا میبیاد آخر مردم جمع که میگو چی جاجب است. همین گپای دیرکتوری مکتب، کمیته محله، وای دهشت افکن های نظامی. وقتی که شما کمیته محله به کار میفرمایید، دیرکتوری مکتب کار میفرمایید، همین ها از رویتون بیزارن، از رویتون، از رخسارتون بیزارن. همین ها گپی افیسر رفته شنیده ایستادید میگه کی اینها به ما جواب میداده باشه در این خونه مردیم، به خونه هایمون میرفته باشه، فرزندامون رو میدیده باشه. حالا اون کسایی که شما بردید به اونجا، یک خبر آمدگی بود، نخواستم در همین برنامه همین روزه ذکر کنم چون تایید نشده است. چند نفر رو بردن، گفتن در دستش سلاح دادن، گفتن که ما های میگویم از درون خونه استاده سلاح میپرونی. گفت از چرا کارت نباشد؟ در همین بدخشان در شهر خاروخ همین کار رو کردند. 2-3 نفر رو جمع کرده برده به دستشون سلاح دادند که در خونه نگاه میداری، ما کی ها گفتیم مایلش با آسمان 1-2 تیر میاندازی. حالا اینجا چند چیز وجود دارد، چند احتمال وجود دارد. یکم میرند باز از درون خانه این بیچاره ها همون سلاح ها را در میابند و میگن اینها سلاح داشته ایستادند، هجوم را سر میکنند، یا اینکه اون میگن که از درون خانه علاکه اینها تیرپرانه را سر کردند، بعد ما سر کردیم. خواهی میگفتن از درون خانه اینها تیر میپراندند، بعد اینها تیر میپرانند، مردم خودش تیرپرانه را سر کرد، علیه گروه متشکل جنایی گفته، بعد سر میکردند. خبر آمده رسیده ایستاده است. همین 3 نفر رو بردید، سلاح دادید، از 3 نفر 1 نفرش علاکه خبر رو رسوند یا که حق همسایه‌اش رسوند. حالا برای چی من این خبر رو دادن نخواستم؟ برای اینکه شما میدونید اون 3 نفر که است رفته قبرش رو میکنید. لیکن نگوییم همین بدبختی شما به خاطر اون 3 نفر
ناگفته میماند و این مسحکه شما از این مسحکه شما مردم بیخبر میماند. جان 3 نفر گفته تمام مردم خوروخ جانش در خطر میماند. دوی مردم خوروخ از این نیرنگ ها باخبر باشید، گوش نکنید به این مقامات. یگان سلاح، یگان تیر، توپ، تفنگ، یگان چیز دادن، پیستولت دادن نگیرید از اینها. به خانه هایتان هم هوشیار شوید. یگان نظامی شخصی بیگانه به خانه تان در آمدن نمانید. یگان چیز پیستولت پرتافته می رود، توپ، تیر پرتافته می رود، یگان گرانت خالی پرتافته می رود، بعد می بیاید من یافتم جنگ سر بکند. اینها من حالا این از دست این حکومت هزارها غرامیگری آمدگی است. صدها نفر با همین جرم‌های در خانه داشتن سلاح در پشت پنجره زندان هستند، حالا که در عمرشان شاید همین سلاح را نخوابیده باشند. همین استاد ما داملا نعیم جان سمیف با جرم در خانه داشتن سلاح از روسیه دزدیده برده شده محکم شدند. شاید باوری دارم یک آدم اینوالید هستند. نعیم جان سمیف، داملا نعیم جان سمیزاد یک انسان اینوالید هستند، بیچاره کسلمند در زندان خور رفتن، گفتن تو در خانه یراق داشتی، سلاح داشتی در اسفره. چیکار میکرد داملا سلاح را؟ مردمی خوروخ، مردمی بدخشان، از یکایی که شما خواهش میکنم به گپ یگان همین نظامی ها نروید، به شخصان بیگانه که حتی همون حکومتی ها به گپایشون وقتی که همین نزدیکترینتون هم باشد، وقتی که گفت که همین یراق هم یا همین سلاح هم در همین خانه ایستاد پگاه آمده میگیرم، یا که همین چیزهای نظامی ما در همین جا ایستاد تر نشود بعد آمده میگیریم، گوش نکنید. جای سلاح میموندگیش را یابد. به این فتنه ها داده نشوید. حتما بام خانه اتون، درون خانه اتون رو تست زود تفتیش کردید که آورده نپرتویند. خصوصا شخصانی که زیر نظارت همین مقامات هستید، حتما این فتنه ها رو میکنند. اینها حتما این گونه فتنه ها به میان میبیاید. اینها حالا پایده ایستادند که چیکار کنند که مردم گناهکار شود، مردم گروهی متشکل جنایی شناخته شود. بهانه گفته ایستادند. به بهانه های اینها دست ندهید. شما یگان وسیله بهانه جویی ندهید. به اطراف خانه‌تان در آمدن نمانید. یگان نظامی را به خوبی میبیاید، به بدی میبیاید، به اطراف خانه‌تان نزدیک کردن نمانید. حق ندارند. منزل شما دخل ناپذیر است. این حق را به شما کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان داده است. یگان نظامی حق ندارد بدون اوردر وارد خانه شما شود. و خواهش میکنم نفران حقوق شناسانی که در این حالت ها باید مردم چیکار کند برایت گپ زنید. از برادران حقوق شناس ها جمشید یاروف، شهرت قدرتوف و از خانم آین حال بابا نظرова چند حقوق شناس های دیگری که هستید، شاکر جان حکیموف، حقوق شناسایی که به خود احترام دارید، میلش طرف مخالفین رو هم نگیرید، طرف مردم رو هم نگیرید. در همین حالت ها چگونه میتوان از خود احتیاط کرد؟ عقلا آموزانید، برآمد کنید. این خیلی نمیشود. جان مردم در خطر است. جان مردم در خطر است. برای مردم را کشتن از خارجه لشکر آوردگی هستند. به عسکرهای خودشان باور کردگی نیستند. این بی‌نهایت یک گپی کلان است. برای همین از یک شما خواهش میکنم این هوشیاری کنید، نترسید، نهراسید. انشاءالله در همین بدخشان همین حکومت با همین لشکرهای آوردگیش کیر میشود. با ساشای آشناش و لوکاشنکو چند تا لشکر قرضدار میشود. حالا چند تا فرستادگی باشد همین لوکاشنکو لشکرش همش جوانی مرگ میشود انشاءالله. بعد به لوکاشنکو جواب داده میگردد. این بعد سیرها فاش میشود.
حتما لشکری که از زمین بلاروس آورده شده است 4-5 تاش مردنش در کار، تو اینکه مردم بلاروس فهمن که این بدون هیچ یک موافقه ها لشکر فرستاده شده است به خاک تاجیکستان. رستی پنهانی از این رذالت ها باید مردم آگاه باشد. اینجا نهایت برنامه امروزه ما است. هرچند یک نفر دو نفر دیگر میخواهند صحبت کنند، از یکای که شما معذرت میخواهم. به آخر برنامه رسیدیم و امیدوار هستیم که در روزهای بعدی نیز با هم وا میخوریم و صحبت میکنیم انشالله. و امیدوار هستم که رژیم حکومت تاجیکستان و خصوصا امام علی الرحمن به یک خلاصه می بیاید که حماقت خودش را درک میکند و این تیر توپ و تفنگش را از بدخشان برمیگرداند، با همون از جانب جوره هایش لشکرهای آوردگیش لشکرها را پس میفرستاند. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.